салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ дӯстон ва ҳамватанони азизи гиромӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ акаҷон. Созаи назаин акаҷон, саломатиё, кору борот, зиндагиёт хубай? Шукри Аллоҳ дӯсти азиз, ҳама садфоиз, ҳама хуб, саломат, тинҷ. Аз шумо пурсем иншоаллоҳ ки соғ саломат бошен, тинҷ бошен. Чӣ гап хабарҳои навда барои да тарафҳои шумо? Иншоаллоҳ ки соғ саломатем. خب صدای من خوب میشنوید دوستای عزیز؟ نه برادری عزیز، ما ستارف نشناختم. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. دوستان عزیز همه کسا خوبین، سلامتین. چند وقت درستی ویدیو نکرده بودم چون که بگیم که داوداوی کارهای خودم بودم و به همه خاطر خواستم که یک با شما در همین پیش از خواب رایتان صحبت بکنم و کمی وقت پیدا کردم. انشاءالله فقط SMS های شما را میخونم، نوشتجات های شما را میخونم و در کم کم صحبت میکنیم. برادری که با حرف فارسی نوشتین سلام علیکم، بهروز و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین دوستان عزیز، سلامت هستین؟ انشاءالله که در این گرمی ها خوشبخت پر راحت باشین. برادری عزیز یگان حالای بیکار نیست، یگان خالای بیکار نیست. خالای بیکار دوست نمیدونم. اسماعیل جان شکری الله خوب هستم. شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ سلامت هستین؟ زندگیت خوبه؟ کار و بار همه کسا؟ خوب این روزا غنیمت های. بله دوستی عزیز، غنیمت های. سلام ای خودی کی یوان و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از خودی کی یوانی آلمان ما گشتیم در کازان اکاجان. او ماشاءالله خزان. یک وقت ما در خزان بودم دوستی عزیز و فکرم هم میشناسی منو. از تو میتیو من هم دوستی عزیز. اکای من چه سوزه کارات خوبن در این غریبی زیغ نشده آخی. نه دوستی عزیز راستی اکای گپای کی ما اصلا تاجیک ها همین طور ساخته شده هستیم که غریبی را احساس میکنیم، غریبی را با شعرهای غریبی میگذرانیم، با بازیقی و هیچ تاجیک هم از این کار کنده نیستک. من هم باشم زیق میشم، دیگر دوست هم باشه زیق میشه و خوب دوست داشتنی وطن و گفته هم مردک میهن این از گوشه ایمان است. به هم خاطر اگر که زیق هم نشه مجبور میشه که زیق شه. خوب سلام از مسکو به شما و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دوستی عزیز. سلام ایفریشن ایشان. ایشان خلیفه یا بار دیگه ماشین تا به مردم نشون ندادی. اگه از کدام فن درس میدید دوستی عزیز؟ من درس زبان آلمانی میدادم. اگر که بخواین تماشا بکنین در همون اینترنت یک نفر زبان آلمانی درس میده که یک چند درس داره خودم هستم. زبان آلمانی با منوچهر کوهستانی بنویسین درس ها میاین. اگه منوچهر چی با جواب نمیدید دوستی عزیز نخوندم آخی. اگر که بنویسین جواب تمتون. پریویت از دوبای و علیکم بر پریویت. ماشاءالله اکای منوچهر اگر ما تاجیکا هم رنگ خودت میشتیم خالی کیتای گذشته بدیم. چطور دوستی عزیز اگر که همه تاجیکا مثل ما میشتین ولی کیتای گذشته بدین چی مشکل است در ما دوستی عزیز؟ سلام اکا از نامی بچه های وخیاچی و علیکم السلام به همه مردم وخیا. اکا ما را دباوید کده نمیشه و کتیتان زنده گپ زنیم. راستی من نمیدونم اگر بشه ما یگان نفر اگر دوستا که ما قدر در این باره چی نیستم اگر که یگان نفر بخواه که گپ زنه تایل فقط از میکروفون ausschalten است تمام دیگه یگان چیز دیگه نیست. خب من حاضر هستم که با هر یک نفری که حاضر است انشالله که گپ بزنم صحبت بکنم اما در فیسبوک میشوه اما در اینجا نمیشوه. گرمانیا در جورا در لایپزیگ میگن زاکسن. میگم با الکو فرهنگ دوستار میشدیم. با عقل و تشکر زیاد دوستی عزیز. ساعت چنده اکا در شما؟ این ساعت آوازی میگم ساعت 21:36 دوستی عزیز.
السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هیچی دوستی عزیز، استراحت میکنم. از وقتی استراحت های تعطیلیم. خادرعلی صدیقов اکاجان سوز نمیکنیم. دو سه روزه در فیسبوک دوستی عزیز بنویسید، انشاءالله که جواب میتونم. اینستاگرام در افیر میکردید خیلی خرسند میشدیم، چون که ما هم نمیدونم که در یوتیوب در وایب کده میشه یا در اینستاگرام میشه و فکرم خوب در اینستاگرام بکنیم در افیر. ما راستی با آشنا نیستم، اما بگیم که وقتی معاصر مجبور میکنه که با اینستاگرام همکار شیم، یعنی که در اینستاگرام هم کار بریم. کمی مشغول بودم برای کارباری خودم دوستای عزیز. اینا نه و کمک آزاد شدگیم، انشالله کوشش میکنم که در همه جا با شما دوستان صحبت بکنم و فکر عقیده خدمت درباره همه چیزی که در تاجیکستان میگذره و در دیگر جاها بگم. حاجی اکبر دادرتون ای در این سوال جورا جواب نمیتونم. نولا всем пока я на работе, берегите себя. تشکر دوستی عزیز، خدا نگهدارت باشه. اکاجان سلامتی و کار و برات زندگیات خوبه؟ اکاجان تشکر زیاد دادر جان، شکر الله ما خوب. اکای منچر من خیره و ای کار و برات گپ زن یگان چی اینترس نه. خوب راستی من مشغولی همین بگیم که گواهینامه رانندگی بودم، شهادتنامه رانندگی و دیگر کارا هم داشتم. یعنی که وقتی که انسان در یک کشور میآید باید خودش از نو بسازه. در همین وقت در همین پروسس از نو سازی کمک انسان مشغول است و بعضی وقتا از پا میفته، بعضی وقتا بالا میره و همین پروسس عادی که در همه جا انسان ها میبینند دوستی عزیز. خب دیگه گرمی است و دیگه چی هست؟ چی دیگه؟ من انشاءالله می نویسم تا اینستاگرام در تا جواب تین مایلش انشاءالله بنویسین. اکاجان بیا خزان، اکاجان مهمانی انشاءالله میام خزان حتما. جای کار در کجا دوستی عزیز؟ در گرمانیا باشه جای کار لازم است، فقط ویزای کاری کنین حرکت کنین. اکاجان اینترنت چسبیده است، نمیفهم به خاطر چی باشه. گرمانیا نمیفهم به خاطر چی باشه. خوب اینترنت ضعیف است شاید. خوب راستی دوستان عزیز در آخری وقت زیاد خواهش کردن که درباره همین حاجتگیری، درباره اینکه فقط هر روز همین پاسپورت رو نو میکنن صحبت میکردی. ما در این باره همیشه میخوام صحبت بکنم، اما خب مردم عزیز تا وقتی که شما خودتان گپ نزنین یگان نفر از طرف شما گپ نمیزنه. هر گپی که میزنن میگوین اینو بیفایده میشوند، چون که وقتی که شما باید جایی اعتراض نکردین نگفتین که ما راضی نیستیم، دیگه نفرها که هر روز در اینترنت گپ بزنه هیچ کمک نمیکنه. در دوام 27 سال اخیر 4 بار شد که پاسپورت عوض میکنن. خوب دیگه از ساکتی مردم، از بگیم که هیچ چیز نگفتنی مردم استفاده میبرن و اینم یک پول خوب است. شما فکر بکنین که 5 میلیون نفر اگر پاسپورت نو بگیره قریب که یک 10 میلیون کار میکنن. 10 میلیون هم خیلی پول خوب است وقتی که مردم هیچ نمیگن، مجبور هستن که تشکر عزیز، تشکر دوستی عزیز. حضرت جان خیلی ویزا کنیم دوستی عزیز. یگان شرکت پیدا میکنی و همون شرکت برای شما دعوتنامه رای میکنه
و می‌بینیم که آزاد برین ویزا کنین. دیگر راهش دوستی عزیز نمیدونم، دیگر راهش میشه که مثلا همچون ویزای توریستی بگیرین، اما او ویزای توریستی برای کار نمیشوه. اکای منوچهر کودکامون کدام زبان بیاموزیم خوب باشه؟ آدمانی یا اینکه آلمانی یا اینکه انگلیسی؟ مقصد آینده گرمن روند. خب اولین مقصد یک ملت، یک مردم باید این باشه که فرزنداش در کشور خودش باقی بمونن. وقتی که ما در کشور خودمون باقی مانده نمیتونیم و زندگی را برده نمیتونیم، دیگه باید فکر دیگر جور کنیم. من برای شما گفتم که خب زبان آلمانی در 100 سال اخیر در کار میشه و کوشش بکنن که فرزندات زبان انگلیسی را و آلمانی را یاد بگیرن، چون که در هر کجایی که غیر از آلمان هم در دیگر جاها وقتی که فرزندان شما با زبانهای آلمانی و انگلیسی صحبت میکنن کار پیدا میتونن کردن. اکا جان خداوند در پناهش نگهدار باشه. تشکر. Hello from Norway. سلام علیکم برادری از نروژ. اکا جان اینترنت چسبیده آزاد گم شد. شاید مشکل اینترنت شما باشد دوستی عزیز. کو دوستانی عزیزم شما بنویسین که همین صدای ما خوب میآید یا که همین اینترنتی ما گفتم برادرم میچسبه. این میگویم سرچ سیاهک باشه که میچسبه. خب سلام اکا برادر منوچهر، اگر یگان برادر تاجیک بگیره ویزا بره و گرمانیا شما برای کار پولیوی یاردمش کرده میتونین؟ برادر عزیز ما یگانه یاردمی که میتونم کرده همون سایت های یعنی که صفحه‌ای که انسان ها کار میجوین همونا رو میتونم روان بکنم، دیگه اون طرف از شما خودتون حرکت کنین. من راستی خودم تا حاضر کار نکردم خیلی کاری که شما میگه. من خودم درس میخونم دوستی عزیز و بعضی وقتا برادر بلوگر نامی تومسو میشناسید از چچنیا، شما رنگ همون هستید. دوستی عزیز تومسو در حقیقت انسان خوب است که من همه ویدیوهاشو تماشا میکنم و راستی اگه خدمت به یک نفر برابر کردن نمیتونم، یعنی که اون نفرها در حقیقت کوشش میکنن و نمیتونم یکان گبی بدشان بگم یا که نیکشان بگم، اما فکر میکنم که هر یک نفری که آزادانه صحبت میکنه من اون انسان قبول دارم، فرق نداره کدام ملت است. من حتی نوالنی را تماشا میکنم همیشه، من حتی خودرکوفسکی را همیشه تماشا میکنم، خیلی صحبت های خوب میکنن و من هم برای شما دوستانی از میگم که اگر که میخواین پوتین را تماشا نکنین، دیگر دیکتاتور را تماشا نکنین، نوالنی را تماشا کنین، خودرکوفسکی را تماشا کنین که بفهمین یگان چیزی که در زندگی حقیقتا هست بفهمین. بسیاری ها دوستای ما فکر میکنن که مثلا نوالنی دشمن تاجیکا است. نوالنی دشمن تاجیکا نیست. نوالنی یک آزادی خواه است که خود حکومت روسیه کار میکنه که مردم مهاجر بعدش ببینن، هم مردم روسیه. اما وقتی که یک آزادی خواه برای خودش کوشش میکنه، همیشه این دولت ها و این رژیم ها کوشش میکنن که اون نفر در پیش مردم بد بکنن. به همون خاطر دوستای عزیز همین نفرهای آزادی خواه تماشا بکنیم. کجان چند زبان میدونی؟ خوب میدونی میخواه زبان دوستی عزیز نگم هم باشه که بونگن که در میشه اومده از تعریف کرده ایستاده است. هر نفر هر خیل میفهمه. در سورا نگذشته ایسا اکا دوستی عزیز انشالله که وقتا که هست شدن کمک به خود آمدم حتما در سورا شروع میکنیم انشالله با دیگر بگیم که ترتیب و کوشش میکنیم که باز هم زیادتر در این باره کار بکنم و خودم انشالله که یک چند وقت درس میخونم، از آن جمله درس زبان. خب کوشش میکنم که یگان نوآوری های بیارم و با طرز خوب زبان برای شما درس بدم که در آینده بتونین که به خوبی بفهمین. برای چی عربی رو توصیه نمیدین؟ خوب دوستی عزیز وقتی که زبان عربی را انسان میخواه بیاموزه، ایره با یک زبانی هست که با یک دو سه کورس نمیتونه بیاموزیش. به همون خاطر زبان عربی را بیاموزه خوب است دیگه. هر یک مسلمان فکر میکنه میخواد زبان عربی را بیاموزه، اما وقتی که ما درباره زبان‌های دنیایی گپ میزنیم، وقتی که خودی مردم عرب میلیون ها میان در کشورهای اروپا زبانی بگیم که انگلیسی و آلمانی را یاد میگیرن، در این وقت ما مجبور هستیم که برای ملت بگیم چیزی که برای آنها فایده میاره. بله زبان عربی بد نیست، بله دیگر زبان بد نیست. ما مردم بیشتر توصیه میتیم که زبان فارسی صحبت بکنن، زبان خودی ما را صحبت بکنن
اما وقتی که ما درباره پیشرفت ملت صحبت میکنیم، وقتی که حتی در دبی و در دیگر جاها مردم با زبان انگلیسی صحبت میکنن و زبان عربی را قدر استفاده نمیبرند، دیگه مجبور هستیم که مردم را بگیم که دوستان عزیز این زبان خوب است، این زبان خوب است. خوب، این فکر شخصی من است دوستی عزیز. فکر میکنم که هر فکر شخصی که باشد باید از دیگر نفرها احترام بکنن به فکر شخصی هر یک شخص. دوستان اکه منوچهر برای چی در وقت اخیر کم افیر میکنی؟ دوستی عزیز گفتم پیش از اینکه صحبت ما شروع بکنم گفتم که کم مشغول بودم، اما حاضر که وقت دارم دوستی عزیز با شما صحبت میکنم و میدونم که هر یک نفر طرفدار داره، هر یک نفر بدبین داره، هر یک نفر تماشابین داره و هر یک نفر تماشابین خودش همیشه پیدا میکنه. مثل قدیمی که میگفتن اگر هر یک چیزی که فروخته شود و فروشنده خوب باشه بگیم که میتونه که به یک کاری بفروشش. اما وقتی که ما درباره صحبت کردن گپ میزنیم درباره این چیزا، من نمیتونم که هر روز با شما در این بگیم که درس بخونه، کمک بیاموزه و بعد با مردم گپ بزنه. این گپ خالی را هر کس میزنه. یک گپ بزنیم که برای آینده در کار شود، یک گپ بزنیم که در آینده مردم ما را به فکر بیاره. مشکلی اساسی ما امروز، مشکلی ملت ما که در این بگیم که مشکلات اساسی افتاده است و یعنی کم بغل ترین کشور در آسیای میانه حتی در جهان است، این است که مردم ما یعنی که فکر کردن را فراموش کردن. وقتی که ما میخوایم با مردم صحبت بکنیم نمیتونیم که هر روز بفرماییم فقط سلام علیکم و علیکم السلام، ای زنک او خیلشید او زنک او خیلشید. مقصد ما در اینترنت پول کار کردن نه اینکه دیگه خود نشان دادن نیست. مقصدی است که با مردم صحبت بکنیم، مردم یک چیزی از خود بیاموزیم. مثل همی که میگن که اگر که آب نمیتونی بدهی، میگم کوزه را نشکن. ما نه کوزه را میشکنیم، نه اگر که تانستیم آب میتیم، اگر که نتانستیم کوزه را نمیشکنیم. بگذار یک نفر دیگه آب بیاره، شاید که یک نفر دیگه باشه بهتر باشه که بهتر مردم بفهمانه. خب امروز که مردم ما یک ویدیوهایی که مثلا نمیفهمم، خیلی بخشش دوستان عزیز به چی میگن که خونی سطل بررسی چی میشوه، 300,000 آدم تماشاش میکنه، اصلا هیچ به معنا است. وقتی که یک دختر لخت میلیون نفر تماشا میکنه، وقتی که یک نفر اصلا از ادبیات و فرهنگ دور است میلیون نفر تماشاش میکنه، دیگه مثل اون میگن که اگر که یک ملت که به یک طرف رفت باید خفاش برای دیگه مجبور میشه که بگذاری به همون حال که نریم که از هم پاچه‌هاشو بکش، نه بیاین شما اینجا، نه بیاین شما اونجا. دیگه به همون خاطر دوستای عزیز گپ درباره تومسا و درباره نوالنی و درباره اینا رفته است. دوستان عزیز اینا نفرانی هستند که ملت اینها یعنی که سطح فکر کردن دارن. اینها یک نفرایی هستند که اگر در تای عذاب هم باشن میتوانند که یک طور فکر اندیشه خودشون برای هم ملتانشون برسانند و از طرف هم ملتانشون هم طرفدار پیدا میکنند. اما ملت ما در یک سطح رسیده است که هر یک نفری که به خاطر آزادی، به خاطر حقیقت صحبت میکنه، اون نفر یک گپی بد میگن و فکر میکنن که همین نفر به خاطر بدی همونا صحبت میکنه. به همون خاطر چی فایده داره که وقتی که ملت نمیخواد که یک چیز بیاموزه، وقتی که یک ملت نمیخواد درباره فرهنگ، درباره پیشرفت گپ بزنه، او را مجبورش کنی، میگن که تو ما را مجبور میکنی. به همون خاطر خوب ما اکاجان 7 زبان میدونم. اکاجان در قزن خونده ایستم، فقط توی دارم. اکاجان نصیب خدا خواهد. خیر خداوند عزوجل خوشبختت کنه انشالله. همیشه سربلند باشی دوستی عزیز. اگر که زنگیر باشی زن بگیری، خوب زن انشالله که تاجیک هستک و احترامی زن تا به جا بیار. هر یک عائله‌ای که برپا میشوه از فهمیش دو نفر او عائله میتونه که بهتر بشه. وقتی که دو نفر همدیگر را خوب میفهمند، وقتی که دو نفر به همدیگر احترام دارن، اون یک عائله خوب میشود و در آینده فرزندان آنها میتوانند که برای ملت و برای میهن خدمت بکنند. انشالله که همیشه پیروز باشی دوستی عزیز و احترام زن و خانواده داشته باشی. رحمان جان میگن که تتر بار خطر بار، میگن کو. ما هم خاطر
خب خیلی که او کوریخته دوستی ترش کی تاجیک میگرفتی ای تتر متر اینا آینده ندارن، ای روس پوس اینا آینده ندارن، اینا همش گپ هستن. این وقتی که در زندگی کم سین سالت که میره بعد میفهمی که ای مار من گزده بود که من یک ملت دیگر را گرفتم. ما هم خودی دوستان عزیز خوب هوشیار باشین در این وقت یاشی. گفته همون مردک در خوب کوشش بکنین که کار ای غلاف نورایه. هم کار که ای غلاف رومد دیگه 10 سالت میره هیچ چیز زندگی را احساسش نمیفهمی، هیچ چیز زندگی را کیف و صفاش نمیفهمی. ها این ملت میتونن که در جاگه خوب باشن، اون ملت دیگرش میتونن در بوسه کردن خوب باشن، اما همو تاجیکه که هم در تاجیک میایه همو طعام تاجیکیت میکنه و یک دهنگب خطیت گپ میزنه 1000 بار دیگه ملت ها خوب هستک. ما دوستی عزیزی تو را از پیش خودم نمیگم، مرم یک وقتا مثل تو همیتا دیگر ملت گیر بودم و گرفتم. خوب دوستی عزیز به هم خاطر من تترکه و روس هیچ هیچ وقت برای شما دوستی عزیز مصلحت نمیتم، به خاطری که خب آینده نداره دوستان عزیز، آینده نداره. خوب برادر منچه برای چی یگان بلاگر و مخالفین تاجیک مثل تومسون منطق و مضمون وضعیت رژیم امروزه گفته و به خلق فهموندنی نمیتونه کرده؟ دوستی عزیز یک چیزی هست که من برای شما بفهمونم. اصلا مشکل اساسی در ملت هست دوستی عزیز. بله تومسا یک نفری هست که زندگی چه ده همی چیز دادگی هست و وقتی که یک ملت حقیقت یک نفر حقیقت میگوید نگاه میکنه حقیقت اون قبول میکنه. وقتی که اون مردک حقیقت میگه مردم قبولش میکنن. و مشکل دومی مردم ما این است که یک بار که یک گپ زد یک گالستوک بست دیگه در تمام جا میره که عکسم بگیرین در ایجاب مانین در اوجاب مانین تمام که شعر خدا شد رفت دیگه در آسمان میبرایه و نمیفهم پرواز میکنه و خود دوستداری. به خاطر چی بسیاری مشکلات مردم به خاطر چی است؟ به خاطر هر یک نفر میخواه که افضلتر از دیگر نفر باشه، اما ایره نمیفهمه که وقتی که خداوند یک نفر افضلتر است کرد باید ایره قبول بکنی و راه خود بری. مشکلی مردم ما داریم نفرای با سواد، اما هر یک نفر با سواد داریم فقط در کوشش این هستند که من زور هستم اوش زور هستک، من خوب هستم اوش خوب هستک. یک کلمه گپ می نویسن یک هیچ کارشون معلوم نیستک، تمام دیگه تفتزانی شدن. مشکل اینجا از دوستی عزیز، مشکل اینجا وقتی که یک نفر خود سیتا شد، وقتی که یک نفر خود دوستدار شد، اون نفر نمیتونه که برای جامعه خدمت بکنه. امروز مشکل مخالفین ما در چی است؟ امروز مشکل حکومت ما در چی است؟ مشکل در این است که همه خودخواه هستند، خودخواه در مخالفین در حکومت جمع شدن. با این خودخواه شما چی؟ نه مخالفت میتونه خدمت بکنه نه حکومتیت، چون که خودخواه هیچ وقت هیچ کار کردن نمیتونن و هیچ ملتی نمیتونه پیشرفت بکنه وقتی که خودخواه و ملت جمع بکنن. وقتی که 4 نفر به خود تغری اومدن نمیتونن، وقتی که 4 نفر نمیتونن که همدیگر را احترام بکنن، چطور ما انتظار یک نفر را باشیم که حقیقت میگه؟ یک نفری اگر که حقیقت بگه و 10-15 ویدیو کنه و 4 بار ماشاءالله ماشاءاللهش بگن دیگه تمام تفتزانی شده رفت دیگه در آسمان هفتم دیگه تمام دیگه یک خوب. درباره عزت امان چی گفتنی برادر؟ یگان گپ گفتنی نیست. امان مشکل مردم این که بسیاری مردم تو پای کمتر در فکرش. بله بعضی مردم راستی همی است که وقتی که میبینن یک تاجیک پیشرفت میکنه، یک تاجیک پلدار میشه و اون نفر بد میبینن، خود به خود بعدش میبینن. به خاطر چی؟ من همیشه همین سوال میگذارم دوستانی عزیز. خوب یک نفر، یک آلمانی، یک امریکایی پلدار است، چرا او را بدبینی نمیکنی؟ و یک ملت خودت پلدار میشه او را هم بدبینی میکنی؟ حداقل اگر که یک پل برای ملت بسازه همون را یک خدمت کلان است و خدمت او برای فرزندات میرسه.
این فکر، این عقلانیت ما برای مردم بیاریم. امروز مخالفین ما نیاز به نصیحت دارند، امروز مخالفین ما نیاز به حق گویی دارند. وقتی که مخالفین دروغ میگن، وقتی که حکومتی‌ها دروغ میگن، وقتی که بدبینی در داخل مخالفین، وقتی که بدبینی در داخل حکومت، وقتی که نفرها به همدیگر احترام ندارند، شما از اینا چی انتظارین؟ نه تمسا انتظار باشه، نه نوالنی. برادر جان، زندگی مشکل نمیشه و اما خدای خودت در قرآن میگه که میگه وقتی که مظلوم میره در پیش خدا شکایت میکنه که من اذیت عذاب دادن، خدا میگه چرا به خاطر خودت مبارزه نبردی؟ خیلی تو مظلوم بودی، من ترا خود دادم، من ترا چشم دادم. بله زندگی انسان اصلا مشکل است، بله زندگی هر یک از مشکلی دارد و هیچ نفری حتی اگر میلیون هم داشته باشه به مشکل نمیشود. اما این را درک کردن کن، نه اینکه یک مشکلی که مردم اذیت بکشن عذاب بکشن. همه ملت عذاب دارن. شما فکر میکنید که همین آلمانیا فقط همین که جاگاهاش و پرتافتگی در برای همین بالشت ماندگی خواب اصلا استراحت دارن؟ نه، همه ملت از کار میکنن. زنها را ببینید در همه اروپا کار میکنن، زنها را ببینید در دیگر کشورها کار میکنن. همه ملت بر یک چیزی مواجه هست. یک ملت از با بی‌محبتی مواجه است، یک ملت با بی‌ناموسی مواجه است، یک ملت دیگر از زمینش میفروشن، یک ملت دیگر شاید که در آینده نباشه. این مشکل اساسی است. دنیا شوی تمام کشورها و این حیاتی بگیم که معاصر انسانها و دولتها و حکومتها و تمام چیزها را عوض میکنه. هر یک نفری که دست به علم میزنه، هر یک نفری که دست به فرهنگ میزنه، اون نفر پیشرفت میکنه. پیشرفت از چی شروع میشه؟ از همدیگر فهمی. شما امروز برای نگاه بکنید در بوندستاگ آلمان، در پارلمان آلمان، به همدیگر در وقتی که بگیم که میکروفون در دستشون از جنگ بیانگوی در دستشون از جنگ و جنجال میکنن، در بیرون میرن به همدیگر کار ندارن. اما ما این فرهنگ نداریم. ملت ما فرنف مخالفینش، نه حکومتش یگانش فرهنگی سیاسی نداره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. خداوند سر بلند و گردن بلند. و علیکم سلام. برادر در فیسبوک بنویسین، رقم تلفن من نمیگذارم. خوب گرمی بعدش گرفتم. یگان سوال باشه بنویسین تا بالای سال. برادر عزیز، به همه بگیم که روشن است کی از کی داریم و مخالف. من به یگان مخالف زید نیستم. من ماشاءالله هر یک نفری که به خاطر آزادی خودش کوشش میکنه، اما فرهنگ سیاسی نه در کلان نه در میدانش نیست. چهار نفر در یک جا نمیتونن جمع بیان، چون که خودخواه هستند. هر یک نفری که خودخواه باشه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. و همون خاطر وقتی که ما درباره خودخواه ها صحبت میکنیم باید که صریحا بگوییم. خب من همه را در نظر دارم، شما خودتون عقل دارین، نگاه بکنین کی خودخواه است کی نه. وقتی که در یک حزب، در یک گروه همیشه دروغ گفته میشود، برای مردم حقیقت گفته نمیشود، همین خودخواهی نیست؟ امروز وقتی که یک حزب، یک حرکت برای مردم، در وقتی که هیچ حکومت در دستش نیست خیانت میکنه و دروغگویی میکنه، فردا حکومت باشه چیکار میکنه؟ مقصد گپ در این است که ما نه تنها تنقید به حکومت، هم حق تنقید به مخالفین هم داریم. اکا فارسی را خونده میتونی؟ بله دوستی عزیز. برادر مانچر به سوادی برادر ایمانوچر به سوادی و ساده‌لاهی مردم تاجیک سببش رو در چی میبینید شما؟ دوستی عزیز، من همیشه در این باره صحبت میکنم. وقتی که یک ملت فرسنگ ها از علم دور است، وقتی که یک ملت حقی سیاسی خودش نمیتونه که برای حکومت داراش، برای رژیمش، برای چیش برسانه، او
دیگه نمیتونه سواد پیدا بکنه. بیسوادی از کجا شروع میشه؟ بیسوادی از همونجا شروع میشه که وقتی که مردم او خان چی شد. بله، وقتی که کروپسیا در تاجیکستان خیلی در اوج هست، وقتی که یک نفر که دانشگاه تمام میکنه و هیچ سوادی نداره و کار هم نمیتونه بکنه، معنای این داره که ما از نه اینکه مردم و هم راهبرای نو بیسواد هستند، هیچ کوششی برای فرهنگ و برای پیشرفت ملت، برای معرفی ملت کردن نشده است. وقتی که یک ملت سواد عادی را نداره، وقتی که یک ملت بعد صنف 9 روسیه کار کنی میره و دیگه اون ملت از کجا از سواد و از عقل برخوردار شود؟ وقتی که یک ملت از خوابش میخیزه در حق در فکر نان شه، اون ملت چطور میتونه پیشرفت بکنه؟ مردم حق دارن. مثلا من یک رفیق آلمانی دارم، 26-27 ساله است. نه مثلا این ابیتور سر کرده است خواندن، تا 30 سالگی و 32 سالگیش درس خواندنی است و هیچ کار او را مجبور نمیکنه که برای زندگی کار که پول جمع کنه، چون که شرایطش مردم دارن. مردم این ما را یعنی که خواسته بیسواد میکنن. چرا؟ وقتی که ملت بیسواد باشه، کنترل این ملت در دستگیری این ملت آسان است و ملت ترس در داخلش جا کرده است. وقتی که 25 سال فقط پروپاگاندای ترس و جنگ در سر ملت و از اون ملت شما چی هستید؟ وقتی که ملت بچنان میترسانند که ملت دیگه حتی میترسه که حق خود استفاده بره. در قانون اساسی تاجیکستان گفتگی است که هر یک نفر، هر یک شهروند تاجیکستان میتونه آزاد صحبت بکنه. کو پیدا کنید برای من 100 نفر که آزاد صحبت میکنن؟ پیدا نمیشوند، چون که این کار خواسته این نفرای هسته که ملت ما را میخواهند که بیسواد بکنن. شما امروز میدونید که یک ملت در چین و مثل اویغور اونا را بیسواد کردن. اگر تاریخ اونا را بخونی، اول آستا مثل ما کردن، حکومتشون از دستشان گرفتن، تمام دیگه هیچ چیزی، نه خود مختاری شما نه هیچی. ملت ما را هستن نفرای. من حتی میتونم به باوری کامل بگم که دستان خونین چین در دستی یعنی که در داخل تاجیکستان هست و هر روزه کوشش همین است که ملت ما روز به روز حالش بد بشه و که در آینده اگر هجوم یا اینکه ضبطی ما و شما را کرد گپ نزنن. امروز شما حداقل حتی نمیتونیم که بر ضد قرقیزها مبارزه بریم. زمین های ما را میگیرن، هر روزه ملت ما را میکشند. 1 سال نگذشته بود که 3 نفر را کشتند. اگر در دیگر جایها 3 نفر را میکشتند، مردم صدها هزار در کوچه ها میریختند و دعوت میکردند که ای نفرانی که شما خودتان را رهبر میدونید، این نفرانی که شما میگویید که ما طرفدار ملت هستیم، شما چرا ساکت هستین وقتی که یک فرزند ملت در داخل مرز خودش کشته میشود؟ وقتی که ناموس، وقتی که مردم ناامید شوه، سوادش کار میکنه. وقتی که یک باسواد که از تاجیکستان زدن سر کردن، وقتی که یک باسواد از تاجیکستان خارج کردن، شما فکر میکنین دوستی عزیز که در تاجیکستان باسواد میمونه؟ همون کودک 9 ساله هم که هست میگه خیلی من سواد بگیرم چیکار میکنم؟ باز هم بدرغم میکنن. یک نفری که در حقیقت فکر اندیشهش برای پیشرفت است، وقتی که پیشرفت میکنه و برای ملت خدمت میخواد بکنه، وقتی که او را زندان میکنن و کشور بدرغش میکنن، بعد نسل نورس چی عبرت بگیره؟ از کجا نسل نورس سواد بگیره؟ برادر عزیز، ما نفرای سیاسی هستیم. اون نفرای چرتک پرتک بگذار، ما درباره سیاست گپ زدیم. اون نفرای بلوگر این نفرا را بگذار. برادر میتونی یک چی دروغ مخالفین رو به ما بگوی؟ دوستی عزیز، من اصلا نمیخوام که سبب فتنه بشم، اما بگیم که به یک طوری بعضی ها دروغ میگن که حتی شنیدنش گوش خراش است. درباره یک گروه احمقانی که در نزد پاساژ اروپا میتینگ کردن. چی داری؟ کدام احمقان دوستی عزیز؟ من نفهمیدم. همونایی که در تاجیکستان بودن. خوب اونا زر خریدن. اگر اونا فکری خودشون میبود من تعریفشون میکردم. اونا نفرایی که پول شدن رفتن در اوجا تظاهرات میکنن. خب نفرها حسابی نیستن. این یعنی که انسانای سیستم هستن. خب وقتی دلیل نداری هوایی گپ نزن، خودپرست مباش، عالمی نکن.
برادر عزیز من نفهمیدم به خاطر چی خود این صحبت کرده ایستاده. دلیل ما زیاد است اما نمیخوام که سبب فتنه بشم در برای برادرای عزیزم. و ما هر یک نفر حق دارد که هم حکومت هم مخالفین رو تنقید بکند، اما در حقیقت امروز همون مشکلی که مخالفین ما هستند به درگذر شدن از وطن و همون شرایطی را ندارن که در داخل وطن به خاطر ملت مبارزه برن، این یک بگیم که یک لطمه سختی برای ملت زده است. هر حکومتی، هر ملتی که در داخلش حزب‌های دیگرگونه داشته باشه او هیچ وقت پیشرفت نمیکنه، چون که یک خواه وقتی که میخوان یک نفر فقط پیش ببرن در 20 سال. به خاطر چی مثلا در بعضی کشورها رئیس جمهوری پرزیدنتی 4 سال است، چون که بعد 10 سال یک نفر نمیتونه که دیگه برای یک کشور پیشرفت بیاره. باید یک نفری بیاید که فکر اندیشش نو باشند، عقیدش دیگر باشه. اگر که این طور نشید به یک طور دیگر کشور پیش ببره. خب وقتی دلیل نداری برادر، شخصا من 25 سال هستم یگان دانش حتی در وقت مکتب خواندنم میدونستم. خب خداوند به شما علم داده است، شما خدادار هستین از کودکی. اکا ساده فهمان خطای مخالفین خدماره. دوستی عزیز، خطای مخالفین ما در همی است که در حقیقت بعضی وقتا همی خیلی خدا نشان میتن که مثل همی که تمام دیگه مثلا گفته ایزادم یک بیورا، یک جایی که مثلا یک ادوکات نشسته است، در همونجا میروند 4-5 تا صورت میگیرن ما پیش ادوکات رفتیم. آخه او ادوکات نه با فایده به ملت داره، او ادوکات هیچ چیزی کار نداره. یک عکسای دروغی که آخه نمیفهمی. این چیزا رو ما راستی ما خندم میاد از همین چیزا ما به خدا نفرت دارم. به همون خاطر نمیخوام یگان اختلافی در هستن. نفرای بهترین هستن، نفرای هستن که در حقیقت برای ملت خدمت میکنن، نفرای هستن که هر روزه حکومت رحمانوف خانواده‌شون اذیت میکنه، هر روزه اذیت میشون، هر روزه بگیم که پدر و مادرشون اذیت میکنن، اما باز هم مبارزه میبرن. ما از این نفرها خیلی راضی هستم. مقصد دیگه مزی است که از اون نفرایی که میخواهند که به یک چیزی ناچیزی خدا کلام نشان بدن. وقت مخالف کی را میگن؟ مخالف اون نفر را میگن که حقیقت برای مردم نشان بده، حقیقت بگه بدون ایکی خدا بهتر خوبتر از دیگر نفرها بدونه. خوب ده همی ردنای شما تاخه گپ میزنی اگون کارای دستان نمیاد. دوستی عزیز تاخه را میشه گپ بزنی. خب این مجبوری نیست که در یک جبرای بعد گپ بزنی. هر یک نفری که باز دوستی عزیز ببره یک یوتیوب کانال باز بکنه صحبت بکنه، من گوش میکنم. همون شریک کلمه که ما میگذارم دوستی عزیز اینه ببره گپ بزن. خب ما با دوستا صحبت میکنیم، اگر کد میخواست گوش میکنه، کد می نخواست اوش کاری خچه. خوب دوستی عزیز، من راستی هر یک نفر عیب داره، نمیخوام عیب جوی یک نفر بکنم یا یک چی را بکنم. حقیقت کار را گفته ایستم. چیزایی که من به چشم خودم درستی بسیاری گپا هست که من میتونم اون گپا را بگم و بعض نفرها در حقیقتا شرمنده میشوند، اما ما چیزا رو نمیخوام بگم. خب به خاطری که مؤمن برادر مؤمن یک نفر حقی خطا داره، یک نفر یک خطا میکنه، به همون خاطر یعنی من این گپا را گفتم که همون نفرها بفهمن که مردم همین چیزا را میدانن، همون نفرها بفهمن که مردم از این چیزا با خبر هستن، این چیزا را میدانن که کی است چی است. ما نمیتونیم که در بگیم که چشمای مردم خاک پاشیم بگیم که نه. مقصد از این گپای ما از دوستان عزیز که هم نصیحت برای مردم و هم برای مخالفین که وقتی که حقیقت میخوایم بگوین حقیقت بگین. امروز نوجوانایی که صحبت میکنن، بسیار جوانایی هستن که من احترامشون میکنم، در حقیقت کوشش میکنن که حق بگوین، اما وقتی که یک نفرایی که از هیچ چیز میخوان یک چیز بسازن، برای نفر آخی مجبور است که دیگه بگوی. اگر ما امروز گناه مخالفین گناه حکومت نگیم، یک 92 دیگه باید در پیش ما هست.
خب انشالله روزش میشه ما همه این گپا رو برای مردم میگم، چون که هر یک نفری که میخواد برای ملت حقیقت بگه باید که همه گپا رو بگه. برادر بهترش درباره چطور به آلمان رفتن صحبت میکردید. برادر از ما 100 بارها میگم چطور آمدن برای آلمان. آمدن برای آلمان میره یک ویزا میکنی، حرکت میکنی، میای. باور کنید همین آلمان دیگه جنت شد که خبر آمدن شما میپرسین. یک ویزا یک کشور رو بگیرین، سوارشین بیاین و زندگی تو پیدا بکنین. او قدر این قدر مردم. یک برادر دارم بسیار برادر خوب است، میگه که همین آلمان 80 میلیون نفر داره، 85 میلیون نفر. همین 10 میلیون تا همین خیلی بگیم که 9 میلیون تاجیک میبره. هر حرکت میکنیم دوست عزیز، حرکت که یا خوب. دوست عزیز، اگر امروزی که ما اگر طاقت گپ را بس بکنیم، بعد عذاب خدا را در سرت میبینی. هر یک نفری که حقیقت هم میگه درباره حقیقت صحبت میکنه، اگر که خوبم کردن نمیتونی بدگوییش نکن. خوب خوب یکون سوال دیگه باشه دوستانی عزیز بگذارین ده صحبت بکنیم. امروز اساسا درباره سیاست صحبت کردنی نبودم، اما هر وقتی که داخل میشم یک بار به طرف سیاست میرم. یک گپ است دوستای عزیز، پیش از اینکه در سیاست میرین یک فکر در سرتون باشه که از اونجا دیگه خارج شدن نمیتونین. در همین سیاست که اومدی دیگه طرفی برگشت نیستک. یک ماه خفا میستی، 2 ماه خفا میستی، باز برمیگردی میای. با هم خاطر خوب فکر کنین دوستا، بعد که خوب فکر کردین بعد مبارز شین. اگر طاقت نیستی من خطیتم برادر عزیز، من هم میدونم که شما برای دوستان با من هستین، به همون خاطر صحبت میکنم. تیم درباره چه دوستانی از دوستی عزیز ما درباره همین دیگه مخالفین حکومت دیگر صحبت کردیم. اصلا تیم ما این بود که با مردم کمی صحبت بکنم، کمی یک گفته هم مردک یک چخ بکنم. خب ای دوستانی عزیز، ما انتظار هستم دوستان که در سوالای شما جواب بدم، که خودم زیادی بعد گپ نزنم که بعد بگین که همه گپ خودش میزنه. در آلمان چی میگن درباره سلامتی فراو مرکل؟ راستی یک 2 بار شمیخ یک لرز آندبدش، اما خودش همون نفر نزدیکش گفته است که یعنی که سلامتیش خوب است، اگر اون گپ نیست. خب مریض 65 68 ساله است دیگه، مریض میشه و انسان همیشه در کار هستن، اونا در استراحت نیستن، در کار ملت یا باشه پرتون یک تکسری در تای دستشو گفته مردمی که چای بنوشن فقط استراحت کنیم. مردم کار میکنن، به هم خاطر هر چیزی شدنش ممکنه. خوب انسان خداوند آفریده است و من باشم، خودت باشی، هر یک نفری باشه، در یک روز معینی مریض میشه، در یک روز معینی دیگهش وفات میکنی. این قانون انسانیت همی است، این قانون زندگی همی است. به هم خاطر دوستی عزیز یعنی که غمی فهم مرکل نخیم. خب سوال من همین که سلامت باشه همیشه. تشکر زیاد دوستی عزیز، تشکر زیاد. شما نی سلامت باشین انشالله که همیشه موفق باشین. در حقیقت بعضی یک ماه که صحبت نمی کردم زیاده از یک 20-30 نفر نوشتن. خب 100 نفرش نکنیم که با نگین که تعریف میکنه که دوستی عزیز با خاطر چی گپ نمیزنی، گپ بزن، خواهش میکنیم که با تو صحبت بکنیم. شما دوستان عزیز هستین که من همیشه میخوام با شما صحبت بکنم و
کم باشد زیاد باشد، یک چیزی که شما نمیدونین من برای شما بگم، چیزی که من نمیدونم شما برای من بیاموزین. شما اصلا در اینجا که اس ام اس می نویسین استجاد بگیم که میکارین، شما اصلا معلم هستین. هر یک سوال شما انسان به فکر میاره. وقتی میگن که دو نفر یک جا باشن فکری خوب کرده میتونن. به خاطر چی؟ به خاطری که همدیگر را کمک میکنن. او چیزی که تو در زندگی دیدگی هستی، او چیزی که من در زندگی دیدگی هستم، هیچ وقت من چیزی که در زندگی تو دست شما دیدگی هستین من او رو نمیبینم و شما رو هم همین طور. به همین خاطر هر یک نفر میتونه که برای ما برای شما معلم باشه و برای ما یک درس عبرت بده که در آینده مثلا یک خطایی را که ما میتونیم بکنیم خطا را نکنیم. سلام از نیویورک. و علیکم السلام دوستی عزیز. گفته مردک بسیار. سلام علیکم نشد Ausbildung gab زن اکر احمد پیشه که ما در آلمانیم چخی Ausbildung کنیم. دوستی عزیز، شما مثلا میرین اگر که در جاب سنتر باشین، یعنی که در مرکز کار باشین، میرین جاب سنتر، از اوناست میخواین که من میخوام Ausbildung بکنم، همون ساحه خودتون میگین و اونا برای شما پیدا میکنه Ausbildung. اگر که خود شما میخواین که خودتون برین Ausbildung بکنین، خود شما خودتون که میخواین Ausbildung بکنین، آزادانه همون چیزی که در دست دارین میگیرین. مثلا من خودم یک بار می کار کردم، میخواین که مثلا یاردمچی یک بگیم که دکتر بشین، پیش هم دکتر من نکرد، من میخوام یاردمچی شما بشم، من میخوام که در پیش شما Ausbildung بکنم. خوب میگه که شما را یک جای نیریم را قبول نمیکنم، این گپ نمیزند. همون اومد ازش میتی خج گپ میزنی، میگه که خیلی مثلا 10 روز بعد جواب تا میتم. 20 جا را میری پیدا میکنی. من یک نفر یک دوست نزدیک از افغانستان دارم، یک بگیم که مادرش تاجیک است و کودک بود که همینجا اومده بود، یعنی که یک 16-17 ساله. Ausbildung در بگیم که در جای ماشین سازی مثلا در BMW کرده بود. همین هم مثل همه جا جوست و پیدا کرد. مشکل اساسی ما در همین است که ما حرکت نمیکنیم. باور کنید نکنید دوستای عزیز، در آلمان شرایط کار هست، شرایطی اگر که همین حجتاتون کمی خوب باشه میتونین که زندگیتون رو بیابین. من همیشه برای دوستان به خاطر چی من همیشه درباره زبان میگم، حتی من دوستای عزیز معلم نیستم، اما کوشش کردم که حداقل همون اولینکای زبان رو کم کم برای مردم نشون بدم و دعوت بکنم مردم. من از درسای منم که یاد نگرفتن از دیگه چیز یاد میگیرن، مقصد اینه که حداقل یک چیز نوشته بتونین. سلام علیکم من میخوام با شما کار کنم، شما چی کار کردین؟ نمیخیل ای مردم، ما اوستاهای داریم، ما نفرهای داریم که در حقیقت در کشور اروپا میتونن زندگیشون پیدا بکنن، اما فقط کوشش در کار است. سواد در هر جامعه‌ای که میرین سواد از شما میپرسن، در هر جامعه‌ای که میرین از نگاه میکنن که تا چه حد شما میتونین کار بکنین، تا چه حد میتونین که همون مقصدی که در پیش خود مونده به اون مقصد تام برسین. یک بار دیگه تکرار میکنم دوستی عزیز، هر یک جایی که برای شما معقول است به همونجا میرین، میگین سلام علیکم من میخوام که در پیش شما Ausbildung بکنم و علمی کارم من دوست میدارم. خوب میگه جواب تا انتظار باش. با یک جای دیگه میرای با همون میگوی که من میخوام که Ausbildung بکنم، تمام پیدا. ما همین مردم ما مثلا از یک چیزی مهم دیگر دوستا چی بگیرین، این مثلا همین نفرایی که کمک میکنن به پیران سالان مثلا در همین اروپا خیلی آوازی در کار است، از آن جمله در آلمان هر روزه نفر میجوین. همین مردم ما مثلا از همین هر خیلی کار از رزنرباچی اگر که همین کارا را پیدا بکنن بیان حداقل در بگیم که در مونگوها و در دیگر جاها کار بکنن. بله کاری سخت است، برای همین حداقل زبان هم سطحی به یک شه در کار است که حداقل گپ زنی را بتونی. بعضی دوستان میگن که در کامنتاری می نویسن که برادر عزیز همه در اینجا روسی گپ میزنن، میشه که ها برادر عزیز نفری بخواد با روسی پیدا. من نفر میدونم دوستای عزیز که به زبان اومده است در همینجا در یک سال 30-40 هزار یورو کار کرده است رفته است. این وابستگی از شما داره، این وابستگی از شما داره.
به همون خاطر دوستای عزیز انشالله که دیگه باره بس کنیم با دیگه سوالا. برادر بهترش در باره حکومت گپ نزنید، خطا در بالا ناندازید. برادر منوچهر در آلمان برای ملک کودکان و دختر شیرخوانی میکنند، اگر نخوانندش آلمان دولتی پیشرفت نیست. دوستی از شیرخوانی نمیکنه. خوب یکون اگر گفتم اوسلندر باشه، اگر یکون خارجی باشه شعر خونده باشه. با گفته شما اگر حکومت دروغ گوید مخالفین دروغ گویند، پس به فکر شما کی را باور کنیم؟ به کی باور کنیم؟ دوستی عزیز به خودت باور که بله نفران، من نمیگم که همه دروغ میگن. شما ای را یک نیکی جمع قبول نکنید. مقصد من ای است که هم نفرایی که امیر بعضی هم فیرا را گوش میکنن بفهمن تمام. یعنی که هست نفرایی که دروغ نمیگن، هست نفرای بهترین. خب شما خودتون نگاه بکنید، شما خودتون بچه های کلان هستید، نگاه بکنید کدامشون معقول است کدامشون نیست. برادر منوچهر رفت و در تاجیکستان انقلاب شد، خودت نیت به دولت داخل شدن داری؟ میخواهیم تو را در صحنه سیاست بینم، فکری وسیع روشن است. دوستی عزیز، من راستی در تاجیکستان انقلاب شوه حتما در بگیم که حکومت کار کردنی هستم و حتما هر کاری که میتونم انشالله که برای همون هم درس خوانده ایستادیم که در آینده خدمت بکنیم. ما مشکل داریم که حکومتداران ما بسیارش بیسواد هستند. اگر که این حاضر انقلاب شوه و با همین یک بر بیسواد دیگه برای حکومت بگیره یکان چیزی وضع نمیشوه. به همون خاطر من اصلا نمیگم که ها وظیفه خواه هستم، اما فکر میکنیم که هر یک نفر باید که اگر که انقلاب بشه، هر یک نفری که تاجیکستان دوست میداره باید که بگیم که در تاجیکستان بروه و برای مردمش خدمت کنه. برادر برای کودکان آینده جامعه اروپا خطر نداره، چون که بسیار شده ایستاده است. دوستی عزیز، در همین باره گی و لیزبیانکا گپ میزنه، راستی من همواره در همین جا نمیبینم. من شاید که در دوامی چند سال فقط یک مرد دیده باشم که با همدیگر بوسه کرده باشن، تمام. من این چیزا رو نمیبینم دوستی عزیز. بله فرهنگ شو به ما درست نمیآید، بله این گپ درست است، اما وابستگی از خود انسان ها داره. در همین جا هستن مسلمانایی که زندگی میکنن، بعد مبارزه بری. فکر نکن تو آلمان اومدی آلمانی بدتر گرفت نمیفهم زندگی تا 100% کردن. در همین جا هم باید حقیقت بگوی. در همین جا وقتی یک چیز بگیم که نخواستی و معقول نشی، برای بگیم چیز معقول نیست. مردم ما فکر میکنن که مثلا اومدگی همچون مثلا پناهنده اگر یگون شکایت کنن تمام اونا را یگون کار بد میشه قبولش. نه، در اینجا شکایت کردن و میتینگ کردن یک چیز عادی است. این جدا از همه چیز است. به همون خاطر در هر جامعه که خب ایستادی بگویی بس که بگه خوب میشه، یگون همه غمت میتن، کودکات هم تربیه خوب نمیگیرن. خند زنید. تشکر. ماین بهروز. برادر شما چی باورتون میره که همین شما عزیز کهیر باور میباد که قذافی گم میشوه؟ هیچ رژیمی آینده نداره. این مردک خوب حکومت سویتی با همون قوه و چیش از بین رفت. یک انسانی که خیلی دوستش دارم، برام خیلی عزیز است، انسانی که بسیار احترامش دارم، از دوران پیش، یعنی که از 10-15 سال پیش همیشه یک گپ میگفت در 10 سال یک چیز عوض میشود، خواه نخواه. یا که آرزوی دلت، یا که امید آرزوهایی داشتی، یا که یک چیزی داشتی، یک چیز در 10 سال عوض میشود. بگی در زندگی خودت نگاه بکن در 10 سال چی عوض شد در زندگیت؟ آیا احساساتت، آیا فکرت، آیا جیبت، آیا زندگیت، آیا فرزندت، آیا زنت؟ یک بار نگاه که در زندگیت خودت میفهمی که کی فکر میکرد که اسلام کریموف میرد امروز یگان بوی از اسلام کریموف در ازبکستان نمیماند؟ کی فکر میکرد؟
وقتی که من در روسیه با ازبک ها گپ میزنن بر ضد اسلام کریموف، خدا شاهد است از خانه خارج میشدن، نمیخواستن که صحبت میکنی، گپ نگو که ما را میکشن. اما همین روز با همون فرا صحبت میکنم، میگم دوستانی از امروز اسلام کریموف مرد، میگن که ما باور نداشتیم که اسلام کریموف میمیره، ما فکر کردیم که دنیابون آمدگی است. همون نفرای فکر میکنن که همین دیکتاتورای ما هم تا بگیم که آخر دنیا را میمونی، گپا نیست. دنیا عوض میشوه، من خوشبین هستم، دنیا عوض میشوه، ملت عوض میشوه. شما برای نسل جوان چی گفتنی هستین؟ مردم از غریب خسته میشوند یک روزه. اینک قریب که بگیم که 25 سال زیاد میشه که مردم ما در غریبی هستن. مردم از غریبی خسته میشه، مردم غریب است. وقتی که مردم خسته شد، شما نگاه بکنید 6 سال پیش چی گپ است. 6 سال پیش نفری را پیدا میکردین که حقیقت بگه. وقتی که نفری بهترین آمد و مردم برای حقگویی دعوت کرد، وقتی که مردم خواستن و این نفر کوشش کرد که مردم حقیقت برسانه، مردم حقگو شدن. امروز شاید که 30 نفر باشه که در اینترنت حقیقت بگوید، شاید که 40 نفر باشه، شاید که مردم نفرایی که در همه بعد دیگه چی را انتظاریم؟ بسیار چیزایی وضع میشه. این رفت زندگی است، رفتی وقت است. میگن که در رفتن وقت همه چیز عوض می شود، هیچ چیز نمیمونه باقی. عمر ما، جوانی ما، چشمان ما، یارشی ما، همه چیز ما، همینا هم از این چیز جدا نیستن. نه رژیم از انسانیت جدا است، نه یگان چیز از امی زندگی حقی جدا نیست. بگذار که نمیفهم کی باشه. قذافی این قدر پول داشت که باور کرد 25 تا تاجیکستان میساخت. دیدیم که بچه این شبه کشته شد. این قانون زندگی است. یک روز این سوار، یک روز این بپشت، یک روز این سوار، یک روز این بپشت. هر وقتی که ناراحت شدین این میره بگین، خوب معناش هم میفهمین دیگه. سلام و درود به همه شما. با شما نیست درود دوستی عزیز. و علیکم السلام و شکرمسکی. خیلی دوستانی عزیز، خندرم جا دارم دیگه یک چیز است دوستای عزیز که بچنده که یک ملت ناامید شد دیگه، هم ناامیدی وقتی که در زندگی بدترین دشمن ما و شما ناامیدی است. در زندگی هم اگر وقتی که انسان ناامید میشه، بعد ناامیدی مرگ است. به همون خاطر و علیکم السلام. خب دوستا، اگر یکون سوال دیگه داشته باشین در موردی همین چیزها، انشالله که حاضر هستم که جواب بدم. شما چگونه حرف میزنین؟ من چگونه حرف میزنم دوستی عزیز؟ بگو. مادر من بیزار غریبی شدم، اگر بعدی 2020 خمی رژیم باشه ما شکار میکنیم ایزان ما را. دوستی عزیز، شکار را 10 سال پیش سرکن نکنم. اکا یا دستگی هم میکنیم برای آسپیلدون. دوستی عزیز، من یکون برنامه را کنم یا کچکو کنم. خوب دوستان عزیز، شما را زیاد شدین، من هم گپ بدنی نیستم. اگر که سوال داشته باشین سوالاتون رو بگذارین که در مورد سوالای شما جواب بدم، هم تا گپ به مزه شوه بروه. دوستان عزیز، فقط سوالهای سیاسی یا که همون سوالهایی که درکاری باشن، هر سوالهایی. برادری عزیز، من یک تاجیک اچ خیل برم سود بکنم، این یک شرمندگی میشوه. در وقتی گرمیش انسان خیلی ناراحت میشه، اما بعد فکر میکنی هم فرزنداش تاجیک هستن دیگه. انسان خوب
انسان دیگه میفهمه. ابراهیم سوال مرا نخوند یک هفته. و علیکم السلام برادر جان از ناحیه در اگر تو فرزند ملت تاجیک حرمت خدا. خوب دوستان عزیز، ای 100 نفر یگان سوال ندارین یا که حال هم بعضی دوستان میترسن که اگر یگان چیز بنویسن میبرن زندانشون میکنن. نه دوستان عزیز، بنویسین هر فکری که هر چیزی که دارین حداقل در اینترنت آزاد باشین. آزادی که در کشور نیست، در اینترنت آزاد. شما در انتخابات سال 2020 چی برنامه روی دست دارین؟ خوب دوستی عزیز، برنامه را هیچ نفر نمیخواد که برای در حاضر بگویه، اما خب کوشش میکنیم که صحبت بکنیم دوستی عزیز، کوشش میکنیم که نگاه بکنیم که خب شاید فکر به فکر من همی است که یا رحمانوف خودش رئیس جمهور میشه یا که بچه‌ش هم میمونه. وقتی که بچه‌ش هم بمونه خب این فایده هست. به خاطر چی فایده است؟ به خاطر که وقتی که یک نفر همیشه در سر یک حکومت میمونه دیگه مردم ترسو میکنه. یک کمک که ایواز شد خب نگم موسشا که میترسن با کار نکنن که خودش بشنوه بگذار که بچه‌ش مونه. اکا شما نسبت عبیدالله چی فکر داری؟ برادر جان من نسبت عبیدالله یگان فکر ندارم. عبیدالله هم یه آدم دیگر. اگه این مردم پاسپورت حالش میکردن 80 اهالی بیکار است. بله دوستی عزیز، این مردم همش بیکارن. این مردم بیکارن، این مردم عذاب میکشن. من به خدا در این صبر مردم حیران میشم. همون نقل دیگر، همون نقلی که دوستا یک وقتا کرده بودم اگر که همینجا بدین تو که شنیده بدین، مثل همون پادشاهی که هم کار میکنه مردم گپ نمیزنه، بعد میگن که یک قانون بوارین که مردم از داخل شوی شهر برای همون بگیم که چوکیبانا پل بسپارن. خیلی مردم دیگه میاد در دهن دروازه شهر برای داخل شدن شهر پل میسپارن و یک روز اعتراض مردم میخیزه. پادشاه خرسند میشه که این مردم از زنده بیستن اعتراض میکنن. بعد که میفهمن این مردم اعتراض میکنن که آخی چند دروازه باز بکنن که مردم زود بران بیان هم پولشان بتنه بران بیاین. با همون خاطر از مردم وابسته و اینا ما خیلی گفتیم، اینا هم گپا را گفتیم تا وقتی که مردم خودش چیزا درک نکنه اون گپ نمیشه. من برادر در آلمان در شهر لایپزیگ هستم. به خاطر کارهای بدش حاضر وعده داده که کارهای بدش بس کرده دیگه تحقیر ملت نمیکنه. نگاه سیاسی نسبت عبیدالله. خب اگر عبیدالله هم یک همین یک آدمی همین رژیم است، ما هر یک نفری که یعنی که در همین رژیم است او را نمیتونم توصیفش بکنم، او را نمیتونم تعریفش بکنم. عبیدالله مجبوری است. عبیدالله دیگه هیچ کار را در جوزدان بوز کردن نمیتونه. شاید که بعد 3-4 سال اگر همین طور برم عبیدالله زندان کنن. به هم خاطر چیزی که من میبینم دوستای عزیز، یعنی که همین نفر دیگه در حکومت در کار نیست، همین نفر دیگه کارش ادا شده. الان نه دوستی عزیز ندارم. فرقی بین دولت دموکراتی و دیکتاتوری در چیز دوستی عزیز؟ دولت دموکراتی یعنی که از مردم وابستگی داره، حزبای مخالف هستند و خود حکومت هستند و مثلا به گپ مردم با آواز مردم گوش میتن. مردم میخوان که مثلا فلان نفر رئیس جمهور شوه، فلان نفر رئیس جمهور میشه. مردم میخوان که این نفر مثلا وزیر شوه یا که این نفر کار برای مثلا یک ناحیه کار بکنه همون نفر کار میکنه. اما دولت دیکتاتوری راهش دیگه است.
در دولت دیکتاتوری فقط یک نفر باید بالاتر از همه برارن و همیشه کوشش بکنن که مردم فکر اندیشه خودشون نگویند، تا اینکه تمامی چیزا وابسته به یک کس کنن، هم پیشرفته هم چیزای خوبه، اما چیزای بده وابسته به دیگر نفرا کنن که اینمی فقط اینمی و مردم زیادتر او حالشون تنگ بکنن و خودشون همچون پاتریوت نشان بدن و حال مردم بد بکنن، به خاطری که میخواهن که یعنی که طمعجو هستن، خود نشانتی هستن. شما خودتون میبینید، ما خودمون چند سال در این دولت دیکتاتوری زندگی داریم. برای فکر میکنم هر یک تاجیکی که حداقل کمی عقل داره میدونه که دیکتاتور چی است، دموکرات چی است. زاده تاجیکستان اومد. کوهستانی خیلی دولت یا که حکومتش میگه، حکومتش پدنالت حکومت های همین عذابی که مردم ما را میته هم روسیه میته. این روسیه، این پوتین، آخه اینا همش دشمن ملت ما هستن. از مردم و بعض نفرها فرزنداشون پوتین نام داشتگی هستن. من حیران میشم که یک دشمن ملت تاجیکه همین قدر سختی ها، همین قدر پتین، همین قدر عذابی همین ملت تاجیک پوتین نمیدونن. همون پوتین خودش میخواد که این ملت هم عذاب کشه. همون پوتین خودش میخواد که ملت ما و شما را همین خیلی در عذاب نگه بداره. اینا دشمنای ما و شما هستن. انو سالی بگیم که 1880 اینا هجوم به ما سر کردن، اینا اصلا همین هیچ فایده‌ای به ما و شما نآوردند. اینا قریب که 150 سال زیاد است که ما و شما را اذیت میکنن. نه این حکومتش خوب بود، نه دیگر حکومتش خوب بودن، هیچ کدامش خوب نبود. چند سال پس بعد دولت ما بود میشه. اگر همین خیلی برای یگان سال بعد دوستی عزیز. دوستی از رئیس نمایندگان در کشور ما یگان وظیفه نداره. رئیس نمایندگان هم خیلی یک هستی شای، فقط یگان چی دیگه نداره. من اصلا میخوام که تاجیکستان مثلا مثل پارلمانی مثلا آلمان باشه. پارلمان کلان هستک و هر یک جا و هر یک ناحیه بر راستی خودش پارلمان دیگه داشته باشه و خودشون اینمی قچیز برای ما باسه. ما دیگه یگان چیز دیگه در کار نیستک، هیچ چیز دیگه در کار نیستک. ما باید که دانشی پلیسا را خوب بکنیم، دانشی امنیتی ها را خوب بکنیم، یعنی که امنیتی که بعد انقلاب این حاضرش نه، و بعد یک دولتی بسازیم که موافق با پارلمان باشه و اونا قانون را قبول کنن و بیان. این نمایندگان این دیگرها اینا یگان فایده برای ملت ندارن. ایوا هیچ چیز برای ملت نمیارن، یگان چیز هم آوردنی نیستن. هر یک چیزی که به پیش اونا میره اونا همیشه راضی هستن. اینا نه نماینده ملتن، اینا نماینده یک نفرن. برادر، چرا لاشخوران از مردم تاجیک پول کار میکنن با مثل رادیوی آزادی؟ رادیوی آزادی را برادر عزیز خودش هم حاضی در اذیت گذاشتگی هستن. رادیوی آزادی را هم حاضی میخواهن که بند بکنن. اگر تو پرزیدنت شوی چی باید کرد در اول؟ مرد دوستی عزیز، اولی که اگر که همچون بگیم که پرزیدنت شوم، اولین کاری که میکنم باید که مردم نماینده های خودشانه برای خودشان آواز بدن و از هر یک جا و همین پرزیدنت حقوقش به یک جای میارم که مثل همین دیگر نفرها هم باشه، مثل همین یک انسانای عادی. و در اولین فرصت بهترین سرمایه گذاری در سر معارف میکنم و نفرها را میگذارم که در سر معارف کنترلی خوب داشته باشن. دومین چیزی که من میکنم در حقیقت بر ضد کروپسیا مبارزه میبرم و کوشش میکنم که مردم از همین بنبست نابودی بیرون ببراین و مردم خودشان فکری خودشان گفته بتونن و خودشان مبارز باشن.
اولین کار یک پرزیدنت در تاجیکستان باید همین باشه که مردم بیدار کنه و مردم خودش از حقوق خودش دفاع کنه. در اون وقت یک پرزیدنت میتونه که کامیاب باشه. من اگر که همین گپی گفته که شما را باشم، کوشش میکنم که با مردم باشم، نه اینکه با دیگر نفرها، با مردم. یک پارلمانت باشه که او مردم آواز داده باشه و قانونای خوب بیاریم برای کشور که مردم بتونن پیشرفت بکنن. و انشاءالله این در همیشه در خواب و در فکرش همیشه هستم که میخوام که امی ملت ما تاجیکا همش از خارجه بیاین در تاجیکستان باشن و در تاجیکستان زندگیش را پیدا بکنن. دوستان عزیز، انشاءالله کمی انتظار باشین. من امین بگیم که برقی تلفن مازی تمام میشه، شاید که خاموش بشه. یک دقیقه انشاءالله همجا بیستین. من کوشش میکنم که هازی انشاءالله که امین خواگیره که بیارم. خوب، یگانه کاری که ملت از نابودی نجات میده همینه که ما تکیه به مردم کنیم. در حقیقت مردم کاری بکنیم که مردم خودشون برای حقوق خودشون مبارزه برن. یک نفر هیچ چیزی عوض کردن نمیتونه وقتی که مردم خودشون برای حقوق خودشون مبارزه نمیبرن. همین مردم ما را، همین مردم مهنتی را در همین آسیای میانه یگانه ملت مهنتی ملت ما است. در کجایی که رفته است، در کدام کشوری که رفته است، حتی بعضی هاش از زندگیشون از همون نفرایی که در همون کشور هستن خوب هستن. چون ملت ما را وقتی که آزادیش دادی ای کوشش میکنه، وقتی که آزادیش دادی ای حرکت میکنه. وقتی که ملت آزادی نداره از او چی انتظار میشه؟ وقتی که یک نفر رئیس جمهور میخواد بشه باید که مردم به کار بیاره. وقتی که نسل جوان به کار آمد، وقتی که نسل به کار آمد که برای ملت میخوان خدمت بکنن، بسیاری کارا رو میشه عوض کرد. برادر عزیز، این یک سوال از خودت. این دوستان عزیز بسنده همینجا ما چی به ناموسی کردیم؟ اینمی سوال از خودت دوستی عزیز. من چی به ناموسی کردم؟ به ناموس تی که در بینام داخل میشه مردم حقارت میکنی؟ یا اینکه به ناموس یک نفری هست که شخصیتش معلومه با تو گپ زده ایستاده است؟ خب بیا در ما بین هم دو نفر یک نفرش پیدا کن. به ناموس تو هستی که نه نامت معلوم است، نه جات معلوم است، نه گپت معلوم است، نه فکرت معلوم است، باز هم حقارت دشنام میکنی؟ یا اینکه نفری که جاش معلوم است، شخصیتش معلوم است، فکر اندیشش معلوم است، او است؟ یگان گپی خوب گوینی خندیم. میگوی به خندش بگیریم نه یالی 20 دقیقه ایخه 20 گپ بزنیم. ایخه 20 که چند وقت ایخه آزاد گپ نزنه بدیم. اشک مادر 88 نخه این اشک مادر 88 تا نیسته. اینمی چی معنا داره؟
اینمی چی معنا داره؟ تو اگر مادر دوستدار باشی، آخی وقتی که تو باری به عقل مادرت ببینه باور که از تو شرم میکنه. این به گپای بعدت مادرت اگر ترا ببینه از تو شرم میکنه. از این گپای بعد چی میخوای برای مردم بفهمونی؟ هیچ چیز. سلام برادر، حق ما دعاگو باشی. تو هم مهاجری داید دوستی عزیز، همه کسا در حق هممون دعا کنیم انشالله که هم دعا کنده کر هم حرکت. خوب. ای سلام استاد، گوتن نخت. دوستی عزیزم، گوتن نخت نمیشوه. به خاطر چی گوتن نخت نمیشه؟ به خاطر که دی نخت. وقتی که دی نخت اومد، گوتن وز گوتن نخت اکوزاتیف وز نمیشوه. دی در اکوزاتیف وز نمیشه. به همون خاطر گوتن نخت، گوتن آبند، به خاطر که ده آبند. خب یک کمی چی بود انشالله که در نظر بگیری. گوتن نخت، گوتن مورگن، گوتن آبند. خب دوستی عزیز، اصلا در کشور خوب یک چیزی هست که یک رئیس جمهور وقتی که رئیس جمهور میشه کماند اخچه تشکیل میکنه، نفرای خودش وزیر میمونه. خودش رئیس جمهور وقتی که مردم آواز میتن به یک رئیس جمهور، او یعنی آواز مردم داره و حق همو را داره که یک وزیر برای خودش بمونه. وزیر مثلا برای انرژی، وزیر نمیدونم اقتصادات، وزیر دیگر او حق او چیزا داره. اما وابستگی مثلا وقتی که مردم ناراضی باشن که همون گذاشته است، میتونه که او را باید که از بین ببره. پناه شما را به خدا دوستی عزیز. Ich vermisse dich auch. امیر نفهمیدم به خاطر چی نوشته. خوب کوشرون نر یکان سوال گپ تینده گپ زنیم. ما نیاز نیست که دموکراتی را بفهمیم. نیاز در این است که ما فکری آزاد کردن بیاموزیم. این قشز در کاره ما دیگه طرفش خوب میشود. Братуха, ты вот такой образованный, может, знаешь, что к чему ты скажешь нам? Россия имеет право с нас брать каждый месяц 5000 если мы налоги платим, и в Германии есть такой закон. Ой, я, конечно, стараюсь не говорить по-русски или на русском. Я отвечаю, то, что происходит в России, это просто ужас. Ну, сравнивать Россию с Европой, это просто как-то несовместимо. Россия – это Россия. Там было плохо, будет плохо, и ничего не изменится. Потому что этот советский систем осталась. И это все приводит к тому, что люди не хотят бороться. Если там 10 человек хочет бороться, и все. И другие просто сидят, ну, нам все хорошо, мы там получаем по 30 тысяч рублей, и все хорошо. Никто нас не трогает, есть кушать, ну, есть какой-то, там, не знаю, лада, и ездят на этом, и все. Поэтому в Европе такое не может быть. Это совершенно... Это другое. Это что-то, как сказать... Ну, Россия это не демократическая страна, это страна, где просто страна рабов. Там ничего не изменится, пока сами люди не изменятся, пока люди не начнут думать, ну да, давайте мы начнем что-то изменять, да, давайте мы сделаем так.
یک گفته خود یک شغل دارم که درس میخونم، دیگه شغل را قبول ندارم. خوب میتونم خوب ترجمانی بکنم به چند زبان. خب بیرم یک کار هستم، کاری است که من خوب میتونمش. تشکری عزیز دوستم. تشکری زیاد. کو ببینیم کی نیست. خوب دانکی شما. مرم برادر صدای مرم برای شما یعنی که پیروزی ها و افالک را آرزو میکنم. در یک روز باید چند ساعت کتاب بخونی که بقوت بشه؟ دوستی عزیز نگاه بکنین. حاضر مثلا اگر که من 4 ماه پیش همیشه مشغول با کتاب خونی بودم، حاضر همه کتابایی که در یوتیوب هستن، یک نفر یک کتاب میگیره میخونه، نگاه میکنین که آوازش معقول هستن، همون کتاب میگی در پیش گوشت گفتن رفتن میگه، در ماشین هم کشیشتی همون کتاب با گوش کردن میگیری. مهم نیست که تو هم 24 ساعت کتاب در دست میخیل باشی، مهم است که هر چیزی که خوندی هم رو بفهمی. بگذار که 10 صفحه کتاب هر روز 10 صفحه کتاب بخون، در دوام 1 سال خواندن زیاد میشوه. کوشش بکنین که همون چیزایی را بخونین که اگر که کوشش هم کردین که اونا را ترجمه بکنین در زندگی شما در کارتون شوه. اگر امریکا خطیر است کی میشه بندی و هیچ وقت نمیشه بندی و هم خیلی چی میکنن مثل همون آدمایی که ای نخپینم که میزنم باشه، ای نخپینم که میزنم باشه، مثل همونا اگر نه نخپیشم نمیزنم. بله دوستی عزیز، مردم اروپا نه مشکلی مردم اروپا در دیگه چیز است دوستی عزیز. مشکل مردم اروپا دمی است که اینا هم چیز دیدگی هستند و دیگه هیچ یعنی که این چیز در دیده، ماشین قیمت دیده است، پول دیده است، زندگی دیده است، دیگه آرزوی دیگه نداره. وقتی که مثلا ما مردم حقیقت زندگی ما تاجیکا خوب است، ما فامیل دوست اقربا و دیگر گپزنی و با هم دیگر دوستی و رفیقی، اینا برای ما ایمپولسی زندگی میتن. در این مردم همین چیز کمک که اینا میگن که یعنی که تنهایی را دوست میدارن، همین تنهایی، همین بی محبتی همین مردم. هر یک مرد همین انسان همین زبان به خاطر این انسان دادگی است که خداوند که انسان صحبت بکنه، درد دلش بگه، عشقش بگه، یعنی که احساسش بگه. این مردم از همین چیز کمک دور شده ایستادن. به همون خاطر یک بعضی ها در حقیقت مشکلی یعنی که عصبی دارن، مشکلی عصبیشون زیاد است، اما فکر میکنیم که این مشکلات ما هم داریم. این مردم یک عادت دارن که هر مشکلی که دارن می نویسن، میگن مثلا که این مشکل این مردم داره، اما ما همین است که این مشکل داریم اما میگیم که در این باره گپ نزنیم که ملت بد میشود. اینم یک خدا زده ای که با زبان روسی از همون ویدیوهای را می نویسه که فلانی زنک شوش در روسیه است، با دیگر مردک هم خوبگی میکنه. کدام نفر همون را میشناسیم بگنش خدا بزنه تا خیلی لعنتی تو بزنی مردک چی کار داری؟ آخی خیلی با زبان روسی چی می نویسیش؟ آخی با زبان ما زبان نداریم. آخی حداقل با زبان تاجیکی بنویسیش که اگر او خواهد نوشتنیشی که مردم شرمنده نکنی. من حیران هستم بعضی نفرها را که کوشش میکنن یک خبر با زبان روسی بنویسن. کی هم خبر میخونه؟
مثل همی که همین روسا در فکر ما هن. خوب دوستی عزیز، ای امریکا و ایران نه سال خود ما یاد دارم جنگ میکنن به هم دیگر. برادر عزیز، با اون نفر صحبت کردیم، وعده داد که دیگه هیچ وقت ملت اگر بس نمیزنه و ما را هم کمک پست اومدیم گفتیم که گفت صدها قسم خورد که به هیچ که کاردار نیستک و به همون خاطر دیگه قدر پیش نگشتیم. اگر اویلا خطیبه با خوب میشه دوستی عزیز. برادر عزیز، ای ما یک انشالله با هم رسیده به نزدیکی پوتین از بین میروه. هم سین سالش و هم مردمش دیگه پوتین نمیخواه. خوب نفر در روسیه هستین میدونین، چون که روسیه را به یه حالتی بد آوردگی. همین وقتی که روسیه امیر پوتین که رفت دیگه این سگ بچه هاش هم نه در تاجیکستان دیگه جارم نمیمونن، ایوارم میزنن سر میکنن، ایوارم نمیمونن. و اینمی وقتی که دیگه دولت این وقتی که روسیه یک چند سال همیخی رفتن میگیره سیاستش فقط مشکل داخلی داره، ده همی جمع میتونیم که یعنی که استقلالیت به دست بیاریم. این سوال خوب است دوستی عزیز. حالی بسیاری ها فکر میکنه که ما استقلالیت داریم. استقلالیت در کجاست وقتی که یک قانون بدون رضایت روسیه قبول کرده نمیشود؟ استقلالیت در کجاست وقتی که در تاجیکستان یک کار میکنی از روسیه میگیرن روان میکنن؟ ما استقلالیت نداریم. این همش یک قبولی میتن موقع درباره قبولی دوستی عزیز. اما چیزایی که دارین، اما چیزا همین هر یک تاجیک باید قبولی بتناخی. همین تاجیکا در کدام کشور زندگی میکنن، همین کیمچینی این او کشورش ای کشور ما چه فرقی داره؟ همه تاجیک حق قبولی داره. اما مشکلی اساسی دیگه است که مردم ما گپ زدن نمیتونن. افغان هم میارنش زبان تاجیکی دری را نمیفهمش، روس هم میارنش نمیفهمش، یک نفره 10 تا ترجمانش آوردن نمیفهمه گپاشونه، برای که فقط براو بخراو بگیره بزنش میفهمه، فقط خرای اسب. من اصلا نمیفهم در زبان در کجا خر در کجا اسب نمیفهمم، دیوانه شایی نمی گپا را فقط میدونن. دیگه اوس گپ نیست، مثل هم یک چای است که دیگه ته برای دیگه باید که به کدمن بکنی که همو جا شود که کمک با ته برای مثل هم اوستک. اول فکر کنین، اندیشه بکنین، همون گپایی که میزنم اونا رو بنویسین، یک بار 10 بار فکرشون کنین، دلیل بیارین که مشکل شما چی هست، به خاطر چی شما را بگیم که همون اینترویوی که اول میتین همون اینترویو حل کننده است. دوستانی عزیز، وقتی که شما اینترویو میتین باید با خوبی فکر بکنین و همون اینترویوی که شما میتین در دیگه کشور همون اینترویو رو روان میکنن. گپا را خوب سنجیده بگیم. وقتی که یک گپ چند بار که شما سوال کردن همون گپا را خوب جواب بدین بدون اینکه بترسین. یگان که شما را نمیزنه، یگان کس نمیگه در رود که تو دروغ گفتی. و شهروندیش نیست یک دوست عزیز، اما حقی بگیم که زندگی را دارم. یعنی که من پناهنده سیاسی هستم دوست عزیز. گفته هم برادران پاسپورت سیاسی دارم، پاسپورت سیاسی دارم. خیر دلیل کاغذ نداری فکر که پیدا میشه. برادر درباره عزت خوب بودن عزت، اما آدم سیاسی نیست که ما درباره او گپ زدم دوستی عزیز. چی گپ زدم درباره او؟ هم کار میکنه که خدمت میکنه، چه خیلی که میکنه او کار خچه اون گپش ندارم.
نسبت نمایندگان تاجیکی در فرانسه یا که در شویتزاریا دوستی عزیز. خب نه دوستی عزیزم اکر کورش میکنم. من راستی دوستای عزیز یک فکر دیگر همیشه میگم. بعضی دوستان میگن که همی بسیاری بعد چیش میکنی. ما در حقیقت خدا شاهده نمیفهمم که این نفرای ما چی فکر میکنن، این رهبرا چی فکر میکنن. ما میتونیم یک کشوری خوب باشیم، یک کشوری از همه ساحه، از ساحه عسکری، از ساحه قوه، از ساحه سلاح، از ساحه اقتصادی، یک کشوری باشیم که جانانه کشور باشیم. این مردم یک اسرائیل که اینی میخواد، اینی میخوای بدنالات، اینی میخوای تمام کشورهای عرب کو بزک بازی داشته است. همین عادیش بگیریم که بفهمین همین اینی میخوای، همین اسرائیل اینی میخوای، اینی میخوای. ما در ازبکستانش هم تاجیک داریم، در افغانستانش هم تاجیک داریم، در چینش هم تاجیک داریم. از 30 میلیون زیادیم. به یک گفته کشور هم داریم. هیچ پیشرفت نیست. هیچی گپ نه دوستی از همونجا رفتن کمی صحبت کردن آمدن. اونا چی یکم فایده نیست. ما ای در پیش ای اروپایی و ناله و گپ زدن یکم فایده نداره. ای و یکم فایده به یکم کس نواردگی نیست. همین اروپایی و همین یورو پارلمان خودش همین یورو پارلمان نمیدونه که همینا ظالمه. نه همش میدونه. تا وقتی که مردم ایواز نشن هیچ فایده نداره. هیچ فکر میکنه که یعنی یک مولر یا اینکه یک شتیفن دمجشتگی گفته همون مردک بیرش در دستش چیار دامد میکنه. این همونجا گپ میزنی مینویسی کاغذ دفتر میمونه میای قفای زندگی خود شد. بشوه هر یک نفر بشوه دوستی عزیز بشوه. ما راضی هستیم دوستی عزیز. ما حتی آواز میدیم. ایزد امان رئیس جمهور میکنن بکننش. چی عذاب مهاجرت دیده است، مردم در مشکلات دیده است. خوب بسم الله بیا خدمت بکنه. هر یک نفری که میخواد خدمت بکنه حق داره. خدمت دوست داری. این مردم ما خودشون های قدر به حق احساس میکنن که همین یک برادر سوالات که اکا زن دارین. آخی کدام تاجیک میگه که زن دارم؟ کدام تاجیک میگه زن دارم؟ تاجیک همیشه آماده که زن بگیرم. من همون خاطری سوال ندارم دیگه. بله دوستی عزیز هوایی نووا. بله دوستی عزیز چرا نه. ما ای کوههای بلندیم پستی به ما نمیزه. دوستی عزیز
این را استاد لایق شیرالی نوشته. یک شعر داره کو میگه ما از کوههای بلندیم، پستی به ما نمیزیبد. نه خیلی میگه. هیچ که نگفت است که مردم به عقل دوستی عزیز. عقل دیگه که گپ از ماوری فرهنگ دیگه گپ از دوستی. هیچی در اونجا نمایندگای همی بگیم که پکراتور همی کی رفته بود با فکرم یک خوب هم چی میدادن آخی خبر میدادن گپ میزدن که چی گپ در تاجیکستان میگذره، چی کارا کردن برای قانونی انسان خوب شوه به خاطری مثلا احترام انسان و دیگر چیزها. همین چیزهای همیشه که میرن یعنی که گپ میزنن با میگردن یعنی چی وز نمیشه همون گپ ها. اما مخالفین کاری خوب کردن. مخالفین در حقیقت همین کارا را ما فکر میکنیم که خوب است، یعنی که نشان بدن که اونا رو رفته میتونن. این کاری خوب است. بله برادر جون، مای بلا خوب به خاطر خودت نمیکنم. ما برادر یگون مشکلی ندارم با اون نفر که خود میگوی بگذار پرزیدنت شوه، بگذار پرزیدنت شوه. خب یک سوال از دوستای از میگه که شما میفرده وقتی که میلاد یک نفر اگر برگزار کرد به فور نفرت قبول میکنی؟ وقتی که یک آدم خودش اومد و گفت که ملت مرا 98% آواز داده، خیلی را میگوی که اکا میبخشی اوخی 98% خیلی آواز از که 2 میلیونش در روسیه حقی آواز تی ندارن، شاید که 100,000 هم در روسیه آواز نده. گپ دایی است به حقیقت توغری نمیوید. برادر عازر در امریکا ساعت چند شده نمیدونم دوستی عزیز، شاید اوجا روز باشه، من اجزا نمیدونم، من در امریکا نیستم. هر یکی که حقیقت میگه برادر والف باید دستگیرش کنی، فرق نداره. خوب دوستان عزیز، مثل همیشه در آخری خوب صحبت کنیم، بس کردن دوستان عزیز. همین خطی بس کوشش میکنیم انشالله باز هم با شما در صحبت باشم، باز هم انشالله که با شما صحبت داشته باشم. تشکر زیاد که یعنی که بسیاری ها گپای خوب نوشتین، بسیاری ها سوالای خوب دادین و انشالله که یکون سوال دیگه باشه باز هم حاضر هستم که جواب بدم، چقدر که میفهمم چقدر که میدانم. برادر اروپا از مسکو چخیریم. برادر همون کشوری که معقول است، همون پیشی بگیم که نمایندگی هم کشور میره و از او خواهش میکنی که برای شما ویزا بدن و میگیری ویزا را سوار میشه میای. سفارت هم یک کشور، همون کشوری که میخوای بیای سفارت هم کشور میره ویزاش هم میگیری میای. شما چرا تاجیکستان رو ترک کردید دوست عزیز؟ وقتی که من تاجیکستان رو به خاطر خواندنی ترک کرده بودم. من بعد صنف نهم میگم که تاجیکستان ترک کرده بودم. سال 2007 آخرین بار در تاجیکستان بودم، به خاطر خواندن رفتیم. بعد دیگه از همون وقتی بگیم که خواندن خوب دوستایی که شاید همینجا باشن میدونن، از هم وقتی یعنی که از 16 سال بعد هم نفر دیدم همیشه حقیقت میگفتم، به خاطری که در او وقتی که من حقیقت میگفتم در او وقت حقیقت گو کم بود. این تعریف نیست دوستای از این حقیقت های الله خود شاهد است دیگه. به همون خاطر یعنی از 2007 12 سال میشه دوستای عزیز. بعد از اینکه من همیشه حقیقت میگفتم این کار نادرست است، این کار نادرست است، دیگه همه خیلی میکردن که در کافت کامو موندن. فهمیدی؟ هر روز به سر پدر ما ای بچت گناهگاره، ای بچت خیل کرده است، ای بچت خیل کرده است، ای بچت کار کرده است.
فقط مقصدشون پلکنیده آخی پوست کنده بگم هم خیلی عادی بگم که بفهمین. بعد جورا دیگه ما با همین خلاصه آمدیم که به خاطر حق خستگیم، به خاطر حق گپ میزنیم. باور کن دوستان عزیز، شما فکر نکنید که من تاجیکستان رفتن نمیتونم. همین یک چیز است نه، من فقط به خاطر ناموسم تاجیکستان رفتن نمیتونم. اگر من همیشه از تاجیکستان دعوت میشم. من برام در تاجیکستان اگر زندانم نکنن میگم بخیز نمی یک نفر تعریف که من چه خیلی یک نفر تعریف کنم که من در پیش شما حقیقت میگم. من چه خیلی برام یک نفر تعریف بکنم وقتی که من حقیقت میگم. به همون خاطر اینمی خاطره، به خاطر اینمی ناموسم نمیرم تاجیکستان. اگر نه من انشالله با هم رسال تاجیکستان زندگی خوب میتونم داشته باشم. یک نفرایی که زیاد کار رفتن خچون از پردن گپ زدن، من نمیخوام که در پیش ملتم شرمنده باشم. میدونی شاید که من فردا بمرم ملت از ما چی یاد میگیره؟ اینمی فردا مردی خاکم که همون خاک آلمان است یا که تاجیکستان، ملت چی یاد میگیره که یک نفر حقیقت میگفت رفت خچه سپارید. اینمی فرزند خودت به خدا قسم بعد مرگ نعلتت میگه که ای کمش که خیلی پدری ما آخی کی بده همین میگه یا بار حقیقت گو بار رفت خچه سپارید. نه دوستای عزیز، ناموس به خاطر ناموس الله شاهده در غریبی استادیم. الله شاهده که به خاطر ناموس در همین جای استادیم. اینمی ناموسه که الله سبحانه و تعالی برای ما صبر داده است، برای من اساسا صبر داده است و در بسیاری چیزا هم کامیاب کرده است. شکر الله، شکرانه الله. مصفران عقل میگیرن، میگه در وقتش این سالای بگیم که بگیم 930 و همین سالا، یعنی 1930، میگه حداقل همین آشی بریده ای که شما میگیمش که آتله مرده ما آتلهش میگن، آتله تپه و میگه پا، میگه همون رو اگر زواله میگرفتن همین خیلی میده میبریدن همین آش هم میدادن خوشحال بدی، روز تا بگه در دهنت خنده بود. امروز الله برای ما شرایط داد است. برای وقتی که به خاطر ناموس انسان گپ میزنه، وقتی که انسان حقیقت گپ میزنه، باید که غریبی را طاقت کنی، باید که عذاب مشقت طاقت کنی. دیگر راهی دیگر نداری. خیش تبارت بدت میبینه، ای روی تو ما را هر گپ میگن، ای دیگری در گپت میگه، مجبوری که هم حکومتی هر گپت میگه، هم دوست دشمنت میشوه. ما 25-30 تا همسینف دارم، یگان نفر اونا از ترس با ما صحبت نمیکنن، میترسن. فقط یک سلام دراز به یک نفر رو میکنن که حضرت سلام بگین. حضرت سلامش میگوی خیلی سلام و علیکم السلام. ما بعضی یگان نفر بد نمیگیم. مقصد همیه که من حقیقت بگم. تو دوستای عزیز، یک نفر میخواین سخن حق بگین، انتظاری هم ایسا باشین. این خیلی نه که وقتی سخن حق گفتی تمام این هم راحتی. نه دوستی عزیز، حقیقت میگوی. وقتی حقیقت گفتی با حقیقت امتحان داره، امتحان که در بالای پات میستی، مشکل در سرت میارن، خانت اذیت میکنن، خودت اذیت میکنن، دشمنت میبرن، بناموست میگن، خائنت میگن، پدرعلت میگن، همه ایسا میگن. نه که مجبوری که به خاطر ناموس که در آینده نام ملت یک خط سیاهی نکشی، طاقت بکنی که خداوند به خاطر این طاقتت، به خاطر همین که راضی شدی به همین چیزی که گفتی، به خاطر حقیقت طاقت کردی، الله سبحانه و تعالی بعد برکتت میده. برای چی میگن که یک خون یک شهید میگن دنیا را میگن سازگار میکنه، خون یک شهید میگن کشور گلستان، به خاطری که اون نفر خونش به خاطر خلق، به خاطر خدا ریخته است. همین خلق هم خدا هناخی، به خاطر خلق هم باشه، به خاطر خدایی. خوب دوستای از ده بارا گپ نزنید. بعضی وقتا مجبور هستی که همین چیزا رو بگوی. بعضی دوستا میگن که ای نه خائنا شما به وطن بارم گپ میزنین. دوستی عزیز، شرایطی که من دارم میتونم که برم هم تاجیکستان، میتونم که در همونجا برم، اما من نمیخواهم در اونجا برم خب باشم. من نمیخواهم که در اونجا برم یک نفر برای من بگه که این گپ نزن. 12 سال زندگی من در حقیقت گویی رفته است. 12 سال من حتی پاسپورت چه دارم که کدام سال من از تاجیکستان خارج شده هستم. همه ایرا میدانن، الله شاهد است.
این به خاطر حقیقت، به خاطر ناموس است. این گپا نیستن که من از زندان از چیزا نه، مجبورت میکنن که یک نفر تعریف که. کوشش کن دوستی عزیز، کوشش کن هر چیزی که پیدا میکنین بخونین، هر چیزی که در پیش تو هست. همین نفرایی که صحبت خوب میکنن گوش، علمای زیاد هستن در یوتیوب که میتونین استفاده ببرین. امروز با سواد شدن از دورای پیش خیلی آسان تر است. مردم مثلا از کوهستان ما، مردم قریب یک هفته راه سمرقند بخارا درسخانی میرفتند. یک هفته راه از او طرف با یک قابچه گندم دیگه در پشتشان به خاطر فرزنداشون یک سال پس می آوردند. امروز خداوند همه شرایط داده است که ما و شما پیشرفت بکنیم. عینکام در گپ نیست، اما عینکام رو توفت کنم برادر. خب خب برادر عزیز، من نمیدونم آدم دولت های چرا باید آدم دولت باشه؟ بیچاره را دست دیدنش چرا آدم دولت باشه؟ آدم دولت خودتی خودم آدم حکومت بود. دولت و حکومت فرقیت دارن. دولت من خودت هستیم. دولت من تو هستی، پدرت هست، مادرت هست. حکومت همون نفرایی که به یک گفته ما و شما انتخابش کنیم که درباره ما حکمرانی کنن. دولت من خود هستیم. آدم دولت هر یک آدم من خود هستیم. اما آدم حکومت بگین دوستی عزیز. آدم نورانی هستی برادر. تشکر عزیز، تشکر. من شما را خوب نمیبینم، اما شما را انشالله که نورانی هستین. تمام شید با نگین که داخل شد در سوالاتون جواب ندادیم. خب سهلا سهلا. من خوب دارم، اما وقت قدر چی نیستک. خیلی وقتی تابستان است. من فرزند کوهستان هستم. در کوهستان خوب کم که دوستای را پیش بگیریم از زندگی کودکیم. همین در کوهستان وقتی که تعطیل میشید، تابستان میشید، منم تعطیل بودم. اصلا تربیه یعنی درسخانه را از کودکی همین یعنی که پدر بزرگم وقتی که بگیم که 5 ساله بودم 4 کتاب درس میداد. بعد دیگه در 7 سالگی 8 سالگی حضرت حافظ همینا را خوندیم. بعد حضرت بیدیل هنه جورا دیگراشم. بعد در تابستان همیشه یعنی که تعطیل بودیم، هم از مکتب هم از درسخانه، چون که من در وقتی که مکتب میخوندم هر سحر یعنی ساعتهای بعد نماز بامداد میرفتم دست قرآن میگرفتم. بعد یک دست قرآن میخوندم در خانه. بعد یک چای خرک هم خیلی تاجیکی میکردیم و بعد میرفتم طرف مکتب. هر روز کارم هم بود. وقتی که از طرف مکتب می اومدم تا ساعت 3 و 4 کم وقت داشتم. بعد ساعت 5 و 6 اینا بعد شروع میکردیم به درس خواندن. پدر بزرگم درس میداد. همین خاطر روزا وقتی که همین تابستان که میشید بعد دیگه آزاد بودیم. ده هم به کار آزاد. همین شبا تا نصف شب خواب نمیکردیم. او طرف برا این طرف برا. حتی در بالای کوهستان مثلا جا میزدیم استراحت میکردیم میرفتیم اون طرف. اگر که بعضی ها همو
ویزیا علی بهترین ایستگی ویزیا بهترین ایستگی یک برادر یک بلاگر از طویلره که است. خوب هم زندگی هم را نگاه بکنین. خوب او وقتا کمک با شکل زندگی دیگر بود و هر کس خوب شکل زندگی خچه داره. بعد دیگر در تابستان شبا خواب نمیکردیم. من هیچ چیز عوض نشده است در زندگی من. همو کوهستانی، همو فکر، یعنی که همو چیزایی که دوست می داشتم، این یک کشور، یک حکومت، یک چیز دیگه شما عوض میکنه. هر چیزی که اون روز یک کتاب خوانده بودم، من اصلا با خیلی وقت همون چیزایی که در کودکی دوست می داشتم بازی هم را دوست می دارم. و بعد یک کتاب در دست آمدم، کتاب خواندم. در اون کتاب نوشته شده است که هر چیزی که ما در کودکی میبینیم وقتی که بزرگ شدن میگیریم همون چیزا را با دوباره دوست میداریم. همین تابستان هم مثل همو است. در این شبای تابستان اصلا انسان باید راه بگرده، نه اینکه خواب بکنه. خب دوستان که کم کم دارین میرین، خوابی خوش داشته باشین. من ان شاء الله که عبارت 2 ساعتش کنم، بعد بریم خواب کنیم. اگر من در کانال تدفیس کردم بمونه یکم پرابلم نمیشه. نه یا برادر جان بطره یکم پرابلم نمیشه. و آخه ما یکم آدم کش نیستیم، ما یکم کسی نکشتیم، چی پرابلم میشه و دوستی عزیز. چخیا دوستی عزیز در نزدیکی ما است. راستی که اپت بگم من هیچ قدر زیاد خبر ندارم درباره چخیا. نمیشه که من چیزی که ندونی زور کنی گپ بزنی. بعضی نفرها را دیدیم، بعضی نفرها شکایت کردن، بعضی نفرها میگن خوب است. خوب این مردمی اسلاویانی که قدر مردمی خوب نیستن همش. داجم سال تا یک بار دیگه بنویس. هم تا گپ زده دوستی عزیز. از منطقه کوهستان دوستی عزیز. برادر جان در اینستاگرام میتونین که منوچهری کوهستانی بنویسین، چطوری که در همین فیسبوک، در همین یوتیوب نوشتگی هستک همون تا میتونین که پیدا کنین. هر یک نفری که میخوای دوستانی عزیز میتونین من در اینستاگرام پیدا بکنین. انشالله که میتونین که بنویسین. خوب برادر جان یک بار همو سوال تا بنویس. یا برات 10 ساعت بای جگه پیام دوستی نویس که بای جگه پای کوگا بیام. خوب است دوستی عزیز. بعض نفرها میآیند خوب است. خوب است. خوب است. طرف های طویلره اونجا دوست عزیز. طویلره او طرفش از اول میشوه ناحیه نورآباد، بعد ناحیه نورآباد میشه ناحیه طویلره، بعد ناحیه طویلره این طرفش میشوه شگناو. از شگناو اگر که شگناو نره او طرف بالایی برای بعد میشه درواز و بعد دیگه ونج پامیر همیتا آمدن یزگنام. دوستی عزیزم محب الله جان امیره نمیدانم راستی این میکس نمیدانم. شاید که همو دانشگاه اختان پیدا کنم شده این کلج اختان پیدا بکنم چون گپ بزنه که ویزاتون رو بکلا بگیرن یگان بگیم که دعوتنامه تو روی کنن که برین از تاجیکستان و بعد دوباره هم ویزای بگیم که خواندنی را بگیریم بین شاید که همی خور بشوه. خب اینا 5 دقیقه دیگه مونده است دوستای عزیز. 5 دقیقه دیگه مونده است. اینا میتا بنویسین یکم گپاکی دیگه ده. مسلم SDJ که و علیکم السلام دوستی عزیز. بعض دوستان میگن که وقتی که یک سیاسی هستی سیاسی گپ میزنی باید هم خیلی بگیم که
خیلی مهم آدم خطا نشان بدیم. ما دوستای عزیز هم درباره سیاست گپ میزنم، هم خود انسان سیاست میدونم، اما فکر میکنم که همین پایی که و مردم باید مثل مردم باشی. ما همین چیزا که هم یک آدم هیچی نیستک باید نگاه کنیم که هم پیچونه است، همین چیزا همین جاش انا میخوا گفته همو پدر بزرگم توقی لعنت. و علیکم. می در دوادر این مشکلات خودم که ما هم دیگه بعضی وقتا مشکل داریم. بعد آخی نمی یک گپ دمی از کی هم یک کی خیلی نفر اومدیم گپ زدیم. کوی هم باید جمع شوه، یا باید فکر اندیشه و دیگه شوم با یک فکری تازه بیاییم. آخی ما دیکتاتور نیستیم که هر روز فقط در اخبار نام ما نوشته شوه. کم که استراحت کنیم دوستی عزیز، بعضی کارامون بگیم که تمام کردیم. انا کم کم انشالله که با شوقی گپ زنیم اومده ایستاده است، ما انشالله سرش میکنیم. زنده باشی، خیلی اروپا فهم. تشکر دوستی عزیز، همیشه هر سوالی که دارین انشالله بخاطر اون دانستگیم جوابتون میدم. از پولش یگان نفر هستک در اینجا، از لهستان یگان نفر هست که یک هی بگه، و از برلین یگان نفر است. برادر عزیز در همه باره گپ زدیم، در همه باره، در باره سیاست گپ زدیم، در باره شخصیت گپ زدیم، در باره همه گپ زدیم. اگه این چند وقت شد که افیر نکرده بودیم دیگه، در همه باره خطی مردم چی سوالی که دادن در سوالشون جواب دادیم. دوستی عزیز یکمش که ما در دستی روسیه بودیم و بگیم که همین حکومت سویتی وقتی که یعنی که از بین رفت، مثل همین است که دیگه مردم همش سر به سر زدن. اصلا اقتصادیات ما از اول پیش نبود، خوبی دولت ها از سالهای پیش رفته بودن. مثلا نگاه بکنید در وقتی که همین ارمنی سرخ که اومد، نفرها بزیدش مبارزه بردن. من حتی نفری را قبرش را زیارت میکردم که با یک کمون سیاه 80 سلدت روس کشتگی، 80 عسکر روس کشتگی بود. من در سر قبرش میرفتم باور که افتخار میکردم. این اون نفرها را ما نمیفهمم خاین شو میگیم، اون نفرها را ما نمیفهمم دهشتگرد شو میگیم. این اون نفرهایی که مبارزه این بردن همیشه مردمی همین آسیا بعضی چی بودن، اما در این کشور دیگه خیلی بود. در این کشور یک نفر مبارزه بود که کارش که بد میکرد برای ملت بازیش میشیدن، همین خیلی حرکت میکردن. و تاریخ خب ساختی مردم خیلی قدیمی هستک. اگر شما مثلا روم نگاه کنین ساخت شد و آلمان قدیمی، یعنی مردم آلمان، یعنی که گرمن ها میگفتند، اینها یعنی که ساخت شو خیلی قدیم است. یعنی ما این سنگاپور مثلا اون قدر تاریخ زیاد هم نداره. نگاه کنید خیلی از همه بقدرترین پاسپورت در جهان پاسپورت سنگاپور است. این خودم فکر بکنید، از همه بقدرترین پاسپورت در جهان این ما را میتونه همون باشیم. در همین جهور هم هست همه کار، اما مردم کوشش میکنن کارو نباشه. ما یک دوست دارم 3 سال زندان ششتگی هست. 3 سال. بعض وقتا گپ می صحبت می آلمانی هست، بعض وقتا صحبت میکنیم یک کار هم خیلی گپ میزنی در زندان ایستادگی است، یک کاری بعد هم میگوی میگن این کار کردن نکنش که بعضی قانونه این خودش کاری بد کردگی است، ششتگی است. یعنی کلیتیت این مردم دیگه است. آخه بدر مردم مخالفین کیه؟ چند مخالف داره؟ این همش جمع که 300 مخالف میشه. چیکار میکنه 300 مخالف میرن؟ همون روزی که رفتن میخپن زندانشو میگن. چه 300 400 مخالف زیاد نیست. همه یک گروه خوب داشته باشه 10 نفر داره. چیکار میکنی با این 10 نفر؟
بله دوستی عزیز، اقتصادشو پست ای، رستگاراشو زیاد شدگن. خب مردم ایتالیا هم نمودی خودمانان اونقدر نمیفهمن. مو نیکی آخی اقتصادش پست ای، هر کجایی که اقتصادش پست ای اونجا هیچ کنه نمیرون. از 2 ساعت هم گذشت دوستان بحث میکنیم با این 90 نفر 80 نفر شدیم. نام اون نفر که دوستی از راستی ای بابی صوفی اشورش میگفتن. بابی صوفی اشور، بابی صوفی اشور، بابی صوفی اشور، بابی صوفی اشور. در همون کوهستان، در همون کوهستان زندانش دیگه. در همون کوهستان وقت در همون کوهستانی بلند گست، کوه بلند هستن، یک شوخی بزرگ است. از اون وقتی که اسکرای روسیه می اومدن، اسکرای سرخ که می اومدن، اینها هم کمون سیاه می زدن شو. فهمیدی؟ خیلی مبارزه بردگان. ای اگر که در باره مبارزه مردم کوهستان بر ضد روسیه صحبت کنم، باور کن دلاتون ریش می شود. دلاتون باور کن بعضی ها تا سال 50 شما فکر کنید که تا سال 50 مبارزه بردن با ضد روسیه. همه خلق 5 از تهیلره اومده هستند. همه اکاهاز این مردم 5 خیلی مبارزی خیلی گپا نیست که و فقط هم یک جای کار باشه و هم فقط این پله این میخونه سازی دیگه اون کار دیگه نیست. این او بناموس هایی که پیشکی بدن و خیلی بناموس نیستن. این مردم، او مردم با این مردم خوش نکنین که تعریف بزنن که او ما خیلیم. انا مردم پیشکی که در کوهستان بودن، مردم پیشکی، او مردم تا سال 50 بر ضد شوروی مبارزه بردن و در سال 50 مثلا همون منطقه تایلره را همچون جایی که مردم نباید زندگی کنن محکم بود تا سالهای 90. تا سالهای 90 جرم بود در اوجا زندگی کردن. به خاطر چی؟ به خاطری که در اوجا صدها عسکر سرخه کشتگی بودن. صدها نفرهایی که آمده بودن کشتگیش بودن و هم زنک کودکا آمدن. به همین زنک کودکا و کمپیرا را گرفتن بردن در 5 هم یک دشته گرفتن، یک همین کمپیرا و کودکا یک جا ساز کردن. خوبی تاریخش دور و دراز در این باره یک برنامه کردن در کار، گپ زدن در کار. این بسیار تاریخی سخت داره. اصلا ما به خدا میفخرم به خاطر همین شیرمردایی که بر ضد همین روسا مبارزه بردن. اونا میگه یک موسفید نقل میکرد در وقتش. خب کودک هم بودیم، دوست میداشتم همیشه در مسجد بعد نماز عصر اگر دوستایی که باشین میدونین موسفیدان نقل میکردن، میگفتن همه با چنون میگه این مردم قدیم روسیه باید بین بدن که راضی بدن بمیرن اما نرون برای مردم خدمت نکنن. من نمیفهمم که کدام نفر آمدن همین مردم. خوب طرفای کوهستانی نزدیکتر هیچ وقت بر روسیه دست ندادن، بر ضدش مبارزه بردن. خب همون نفرایی که مبارزه بردن با از دست خودشان کشته شدن. همین سمک عیارش میگفتن، کیش میگفتن همین واسه آخی گفتن که برین امو را بیارین. این مردم بردن فروختنش هم آوردن، هم کلش بگیم که زدن، گردنش گرفتن. این مردم ما خودش داخلش خیانت کنه، خودش داخلش. اگر این روسا را ما در اونجا میتونستیم خورشون بکنیم، اگر همه کسا یک جا میشتیم. اما بعضی هایی که هیچیم نگن خب کنم، هیچیم نگن سر ما خم کنم، سری خم شمشیر نمیبره. این دروغه یا کی میگه سری خم شمشیر؟ سری خم هم که شمشیر خوبه میبره که اینم دست تو زنه میخیل باشه کو شاید شمشیر بزنه شاید کمک نیست بره. اگر که خم باشه با ترنگ میشه و میزنش بارگم یه زدگی سرت میپره میره. این میره ما فکر نمیومد که فکر بکنیم. سری خم شمشیر نمیبره، سری خم همه چیز میبره. سر خم شب با یک کاردگرد میکنن، سری خم شمشیر نمیبره. خوب بو کم تو شما کن. میشناس شکر ما بی صوفی اشور خدل درباره شغناو مردم خیلی مردم مبارزن. اصلا مردم ما به خدا ما یک وقتا خوب دوستای عزیز کدام نفر که میمونید که من نقل اثر کرده هستم بیا نقل کنم. ما را وقت زندگی داریم خیلی فقط سیاسی گپ زنیم همین جورا. یک وقتا یک موسفید جمیلش میگفتن، ما با همون جمیل جورا
як ҷоя бо ҳамин падарбузургам тарафи Шикнов рафтем. Аввалин боро Шикнов ҳамин тавеллара ки мегзарӣ, ҳам шарак тавеллара ӯ тараф мераи Шикнова раҳ бисёр ҷазирай дар ҳам камазои калон. Бовар кунӣ накунӣ, нафаре ки намешиносад ҳичка рафтем гӯсфандмон куштанд. Дар раҳ дар як ҷо мошинмон мондак, дар сари раҳ буд. Худо шоҳиде ҳолиам дар ёдам аст. Ташаккури зиёд, ҳолиам ташаккур ба мардуми Шикнов. Ман ба худо инқадр маҳаббате ки ман ҳолиам ба маҳаббати мардум бовар дорам, ба хотири ман ҳамун насле ҳастам ки маҳаббати бародарии тоҷико доштанд. Ман дар ҳамун вақт таваллуд шидагӣ ҳастаму дар ҳамун вақт бузург шидагӣ ҳастам. Баъди 1700 Тоҷикистон фуромадагӣ ҳастам. Ба ҳамун хотир ҳамин муҳаббатҳоро дагиам гӯш кунак нақла кадмед ки хобра мерен хоби хушак кадмед ки намерен нақла гӯш кунен. Баъд ҷора қати Боби Ҷамил дар ҳам камазаш савзӣ боркардагӣ рафтем. Савзӣ боркардагӣ ҷура рафтем. Дар Шикнов ҷура дар сари як ҷо мошин дига ба зур рафта сангриға охи ҳам роҳо санга қад медмеканд бародаре ки бошӣ. Мошинмон ҷура чизе шид ки дига урс рафта натунистем. Ёдам рафт аз хуб дӯстои азиз аз 10-солагим нақл дорам. Баъд ҷура дар ҳамун ҷо дари як хонаро ҳам хел тик-тик кардем. Мардум шовро омаданд. Хай падарбузургам салай доштагӣ дар сараш. Ин мардум биромаданд. Иққа эҳтиромо мебинӣ, худо шоҳидай. Иққа эҳтирому иққадар навозише ки моро карданд. Ман ҳамеша дар ёдам ҳамин хубиёи ҳамун мардум ҳастак. Ҳамун нунову ҳамун фатирмаскане ки карда буданд. Ҳамун занакҳои зебои баақли батамизи ай биё бачаҷон, ай биё ака. бовар кун дӯстои азиз, ин муҳаббат як чиз аст ки санга ов мекунад. Дунё ҳеҷ чиз дар ҷои худаш намемонад. Ҳамаи чиз иваз мешавад. Вақт ҳамаи чиза иваз мекунад дӯстон. нақла тамом кам дӯстои азиз. Бо ягон чиз дар ёдам омад нақлтон мекунам. ман аз гапзанӣ хаста намешавам. Оратор бояд аз гапзанӣ хаста нашавад. аз он ҷумла бо мардум дар масҷид як нафар даъват мекунад, 30 нафар дар муҷи истодагӣ аст. Шукри Аллоҳ 80 нафар дар нисфи шаб гӯш дорем. Агар ман ба шумо гап назанам гунаҳгор мешавам. баъд ҳамин тавеллара як деҳаи дига дорад дӯстои азиз. Доҳаи Норинҷиш меган. Доҳаи Норинҷиш меган. ҳамун мардумам бисёр мардуми меҳмондоранд. Бисёр мардуми бовар кунед дар ҳамин кӯдакӣ мо тарафҳо мерафтем. иқадар мардуми боиззат, иқадар мардуми бо ову нун гуфтаи ҳамун мусфидо. аслан ҳамин чизҳо дар дили инсон мемондааст. ҳар вақте ин гапҳоро ман дӯстои азиз барои шумо мегӯям ки шояд баъзеҳо 18-16 боша ҳеҷ чизҳоро надиде. ман ҳамун Тоҷикистонеро дидам, ҳамун модаракҳоеро дидам, ҳамун бародароеро дидем ки дар пеш як калонсол мо дар хурдиму худо шоҳида шарм медоштем ки ҳатто оби деҳанмонро дар замин бимонем. ҳатто туф кардан мо дар пеши калонҳо шарм медоштем. Як нафар агар синфи ду синф аз ту ду класс аз ту боло мехонд шарм медоштӣ дар пешаш гап бизанӣ. инаму сину сол мо будем. инами вақтҳоро мо гузаштем. ина хай дӯстое ки ҳастем нақл бикунем ки чӣ хел гапҳо буд. салом Сулаймон Давлатов. ва алайкум салом ҷон. хуби саломатӣ? ана ин гапҳо ҷуро. хай аслан кӯҳистон зиндагиш аҷиб астак. дар вақтҳое ки мо кӯдак будем, як нафар вақте ки янга мешид, келин мешид, хона меомад, ранги модарат буд. хуб бародарое ки ҳамин чизҳоро дидагем, мисли модарат буд. вақте ки як ҳамсоя, духтари ҳамсояра вақте ки чӣ бираса ба зани мардак, духтари ҳамсояра медидӣ,
میگفتی که مادرت است، میگفتی که خواهرت است، که اینقدر احترام، اینقدر دوستداری و خدا شاهده اینمی وقتا را ما دیدیم. ها هم چیزایی را تماشا میکنم، بعضی وقتا حیران میشم. وقتی که یک دخترک کلین میکردن خانه میآوردن، مثل مادرت بود، همخو احترام میکردی، میرفتی سه و نمیفهمم دیگر چیزها میچیندی براش میآوردی که خیلی نزدیک نشه. با هم کمپیرا میگفتن که این دخترک بیچاره را خانواده‌اش دوره، ایرم یا پشکسته‌کای انا احترامش کنین، انا آونونش کنین. دختری مرده که هر گپ نگین که دخترها تو هر گپ میگن. اینمی دورا را جور از زندگی کردیم، اینمی دورای اینمی چیزا را ما دیدیم در تاجیکستان جورا. اپا خودت شوکنی چی دروغ گفته استی اکای کوهستانی؟ خیلی خودت دروغگو هستی. خودت که دروغگو هستی فکر میکنی که مردم دروغ میگن. ما دروغ نمیگیم. اصلا همو بسیار وقتا یاد داشته باشین وقتی که آش نهار میشید، صبح هم همو یک طبقک در دستت میرفتی در اونجا میشتی کلانو با جای خودت میده و میده آستا میمد میدک و هم مکسه یک جایه هم قدر احترام و چیه بود که هیچ نفر داو نمیکرم. یک به نزدیکی یک دیگ آش کرده بودن در همین دوشنبه، من همین مردم دیدم به خدا شرمنده شدیم. ما حتی همون گوشت دارم کلسون میورداشتن در همونجا موندگی، هیچ نفر سنش نگه نمیگره، همش توقش در دست در همونجا انتظار بود. او وقتا برکت داشتک، او وقتا برکت بود. مردم کار میکردن، زمین ها را میکاریدن، انا دیگه شاله و این چیزا را ایواز میکردن، یا یکی گندم و چیز میگرفتن. همه در خانه بودن، بچه کلونیش در خانه بود، بچه مدکش در خانه بود. احترام همدیگر فهمی بود. یگان نفر روسیه نمیرفت. همین روسیه بسیار ملت ما را بدبخت کردیم، رهبرای بدبختی ما. احترام باور که به خدا شیره میخوردن مردم، از زندگی راضی بودن. نه هیچ چیز زیاد و قدر زیاد و خیلی قند و قنفیت هم کالا پالا و هیچ چیزا نبود. همین یک بگیم که شوربا و همین یک دهنو قطعی 4 نفر میشتی توپ گویی را صحبت میکردی. هر کس درباره زندگی خودش گپ میزد، هر کس درباره کار و بار خودش گپ میزد. همین دیگه بعد جورا در مسجد می اومدیم، هم نفرهایی که هم زندگی دگیم بنویسیم کتاب خیبر موندم. انا در مسجد وگریا بعدی که نماز تراویح هم میخوندیم، بعض نفرها میموندن خیلی طبق ما وقت هیچ چیزا رو میشتیم توزه میکیم. بعد جورا هم میرفتن، بعد 4-5 نفر میشیش چخ میکردن. ملای قشلاق بود یا که حضرتش بود، چخ میکردن، یک کتاب باید نقل میکردن، قصص الانبیا میخوندن، نقل و گذشته را میکردن. انا جورا ما جوانان هم خیلی گوش میکردیم، هم کسایی خیلی گوش میکردیم. شب پگویی میشید از آن نماز بامداد میگفتی که ای خدا همین روز نشوه که امروز فیدا گپ بزنن و گوش کنم. خدا رحمتی بابی مادریم نقل میکرد، میگفت سالای 60 بود، میگه چند بود، میگه عسکری خدمت من بردن در بالای همون میگه وگانی همون پویزد، میگه قطارم یا آدم میگه هم تاجیکا رو حقارت کرده ایستاد است. بعد جورا میگم فرزند کوهستان این ایستادم قهرم کرد، جورا گرفتم این بالای چی دنگلش کردم. بعد جورا اومدم بردنم این قز زدنم اذیتم کردن، هرچی که آدم نمرد. همین نقلا رو پیدا میکردن با کمک انسان ناموسش بالا میومد. از همین نقلا نیستن، آوازی فقط هم خمگی سر خم از شمشیر نمیره. سر خم هم شمشیر خوب میبره که اینم یک حتی هم چیزی هست هم خیلی خمش که بزنش خوبتر میبرش.
чунки сари хамаш ҳамчунин тезтар мебурад аз сами рост. Хай рост боша бо мезанад дар нисфаш меяд, хел дам мегирад. Хел боша ҳам як зада то пӯша меравад. اون وقت اینترنت نبود. اون وقت اینترنت نه، اون وقت محبت همدیگر فهمید به دوستی عزیزم. اون وقت اینترنت گپ نه، اون وقت محبت همدیگر فهمید به دوستی عزیزم. اون وقت کینو بود. کینو رو هم مردم تماشایی میکردن که یک موسفیدو گپ میزدن، کینو تماشا نمیفورید. موسفیدو گپ میزدن، توپ گویی را گوش میکردیم. توپ گویی را. سلام استاد، حال همه جین غم نیست، کار اومدم. خیش ما اینجا انتظارتون شدیم که بیاین. خیلی محکمت میکنم مصطفی علی خودت هم کدمی هستی، مصطفی هم نیستی، علی هم نیستی، کدم بر جان علت حیوانی به عقلی به تمیزی همین وقت گیره که نutzer vorübergehend blockiere ich dich, verpiss dich einfach, du Arsch. خوب. این مردم فقط هم اروپا کار کنیم اومده. خیلی دوستا در این باره گپ زدیم، خیلی مردم چخ داریم اینجا. بسیاری برادرایی هستن منم میشناسن، دیدگی من در بسیاری کشورها انا کد مرگ نشناسم. نقلای هم خود میکنم. ما خیلی درباره سیاست گپ زدیم، همون نقلای پیشکی را کرده ایستادیم که مثلا مردم نسل یاش فهمونده ایستادیم که ما چی زندگی را دیم که مردم بفهمه که ما چی تفکر داریم. وقتی که مردک ناموس میگوی میگه اکه همین ناموس هم من بفهمو که همین ناموس چی ای. انا بعد جورا یکی اگون توی میشید باور که همه مردم در خدمت بدن، همه دیگه طرف ها می اومدن خدمت میکردن، طرفداری میکردن، پیشروی میکردن. او وقت مردک همین صورتی زنش نشونش میدادن، میومدن زنش میدادن. تا حاضر همون مردم خوب زندگی کردن. همون نفرایی که همون سالای با احترامی ازدواج کردن تا حاضر هم خوشبختن. بعدی 2008 کد همین ای 4 زنک 3 کشش جدا شده. چون احترام ما هم دیگر فهمی نیست. همین چیزا که در یک خونه نباشه، وقتی که خشتمان کلی نمیکشه دیگه از این خشتمان ها چی انتظار میشین؟ برادر اون موسفیدا غیبت نمیکردن. اون موسفیدایی که من میگم اون موسفیدا غیبت نمیکردن. اون موسفیدا ای قصه ها نقل میکردن. اون موسفیدا از چیزای نقل میکردن که انسان استراحت میکرد. بله دوستی عزیزم، فهمیدم گپتا. همه گپاتا فهمیدم دوستی عزیزم. خیلی دیگه مایده پرگویی بد نکنیم جورا. خیلی اشید خیلیتون گپ نزدادن. بعضیات می نویسین دوستا، بخشش که بعضیات جواب دادن نمیتونم. انشالله به امر از خدا که کوشش میکنم که هر یک نفر جواب بدم. دیگه دوستا مایده جورا ما میریم، تیاق زده جورا میریم. انا در امان الله باشین شیروی نر. خدا نگهدارتون باشه. انا موفق باشین در همه کار بارتو. مجبور هستم خارج بشم چون که مجبور هستم به خاطری که مجبورم. دیگه در امان الله باشین که این مردم خواره هستند. این خرگه نه میرم مهمون میاد که خونم رفتنی رم نباشه که یک حرکت میکنه نگاه میکنه که مردم چی میگن بیست یا برا. خیلی اینترنت ای خدمه های خیلی بارگه خدا میگه که
тоҷикҳо як бор салом меянад 25 رو خداحافظی یکی در خون ماهای. من از این چیز خوشحال هستم. 10 بار خداحافظی کردن خوب است. در امان الله باشین. باز انتظار دیگه افیرا. موفق باشین دوستانی عزیز.